سلامت به دیوان نندوکان و گوشتاروکان. ما شما این شپگین دیوانا بونگیج کنی. این شپگین دیوانی مهمان مه و بحرزروک وجه مهندس رحیم بندوی و لندن نندوکی تقریبا گوشک بی یکی چه قدیمی ترین فعالان سیاسی که یه دوره تو که حداقلی نزدیک به 40 سال شاید هم بیشتر که وقتشان پدا پکاتر توضیح دن که فعالیت سیاسی اجتماعی و حقوق بشری یه زمینه انجام دهگیم و بلوچ و بلوچستانی راج واسطا و این شپگی دیوانی بنگپ هم هنچوش که پیسر ما شما نوشته گو توضیح هم داتا کم و بیش حتما هم شما متنی که دیم دیگ بودتا دیتا قرار این که یک چمشان که دیگ ببی بلوچستانی سیاسی جاور و حالانی که هست. حالا یه چمشان که ما تونه 3 بحر بکنیم. یک بحری چه بهمن انقلابا که 57 سالا بودتا یا اما میلادی سابا گوشک بیبیته 1979 ها که یه انقلاب کنک بود و رنچه یعنی پیسر چه یه انقلاب باره اولا گپ کنک بیبیتو رنده چه انقلابی دورانا و رنده هم رنچه یه انقلابی دورانا که اتفاق کرده و این شپگین دیوانی بحث و گپ کلن میں اشیند که میں بلوچ راج یہ دورانا چه پیسر چه انقلابا که گوشک بیتے که حکومت پهلوی زمانه گو دوره بودتا و هم انقلابی وحدا و رنچ انقلابا بلوچ بحر کلن چی بودتا پیسر چه انقلابا بلوچ شرایط و جو سیاسی چی بودتا و کلم گوشک بیتن که ایرانی جو سیاسی بر چه اساس بودتا که اصلا انقلاب کنک بودتا. یه باره ما شما این شپی گپوتران کنیم. من دستبندی کنم چه واجه بندوی یا البته پیسر چشیه که گپ میں واجه بندوی بونگیج بکن وحدی که ما شما را هستین 2 ساعته نیم تا 40 دقیقه یعنی نیم ساعت تا 40 دقیقه تا واجه بندوی گپوتران کن. حالا یه وسطا جست پرسانی که کنک بیتین وحد واجه بندوی کامل که به عنوان مهمان تو قراری یه سین بخشان میں وسط توضیح بده رنچ یه نیم ساعت یا نهایتی 40 دقیقه تا گوڑا ما شما وقتی جست پرسانی که یه دیگه دیوانی نندوک و گوشتاروکانی که هستند یا زوم تاند یا واتساپی پهلی لوتا یا اینستاگرام تو که ادا وقتی جست پرسان کنند تو یا شیکه وقتی حیال و نظرات هم گوشند که یه باره که میں شپگین بنگپ ہیں گوڑا آوادی ما شما گو هم دگره یک دیالوگی کنن و هم دگری گپ و حبرو نظرات اش کنن. من یالا ما وقتی گپا چوش بونگیج بکنن چه واجه اندویا اشیند که اگر یک چمشان کی هردیم پیسر چه انقلابا پهلوی حکومتی باره ما را دیگ ببید و بزانن که اصلا پچیا انقلاب بود و مردمی لور چه انقلابا چیت و چه علتیت که باعث بود که شاه حکومت بپرشید تو حکومتی که حسد بروتنو انقلاب سال 57 بیتن که هنو هم ثمره جمهوری اسلامی بوده. بفرما وجه بندی ما گوشتارو کنش میگه پان. به هر حال من امیدوارم که انتوار شما را سر بوگید و پیش هر چیز شما درستین دیوانی عزیزان سلام عرض بکنم. امیدیم که به هر حال خاص طوری دورانی که واجه کرونا تمامی فرمانروایی کره زمین به دست گرفته جامعه بشری تا
سالم و سلامت ببید و در این شکل هم اصول و رهبندانی که متخصصان بهداشت پیشنهاد کنند امید که برای ما شما درست هم موفق بین که رعایتش بکنی هم ویتی جانب سنبالیم و هم دیگرانی پچه بعضی وقتا بی مردم بشیم من فواد پروانه ولی ما شما مسئولین دیگه کسانی هم که ماشمی که رو گرند و در صورت تشکر شد سید جان چه شما ورناین که برحال اینکه وقت تو هشتگ و اینکه توانایی و زان تو هست اینکه سوشل میدیا واقعا داره استفاده کنید اسی که می حالت نسل نبه کامله کسانی چون منی دولا ولی گشتر هنگه کلمی کاغذی هنگ گشتر گوشی که گو برحال یه سوشل میدیا سر کلش میبید پهریز کنگه توستی کافته دلا دیگه چون نکنی برحال نبید هم بی وقتی هست و بشی که نبوده در این حال من چه درستی عزیزانم پهیدلی لورتان پویتی بلوچی گپ کنگه که متاسفانه طوری گوشک بوده به من دو بحثه برش فارسی هست و کمترش بلوچی هست ولی پده بای وجود هم همشی که مواد حس کنم که حداقل لحظی فعل بکاره برای موقعی که گپ جنگا اما الفاظی که گشتر فارسی بند و حس کنم برحال بلوچی بود یه نکته مهم دیگری که ضمناً من خیلی علاقه‌مند داشتم تاکید بکنم و ایشین که خوشبختانه این سوشل میدیا یا کلاً تکنولوژی ارتباطات واقعاً یک کمکی سکین توهی کلتگ و کنگین به ایشی که اولاً قدرتان و دولتانی که همیشه به اصطلاح تلویزیون ملی، رادیوی ملی، روزنامه ملی و چوشی این چیزش بودتر همیشه سعیش کرده که دقیقا هماویتی نقطهان هماویتی هدفانی که هستندش ویتی سیاستان ویتی پالیسیان پیش ببرند و هرچی که دروگن تا که بلوت راستی پیش ببرند هرچی که راستی هم بالاخره تکذیب میکنن پیشان که خوشبختانه این سوشل میدیا این قدرتی سک باز ضعیف کرده وش یک نعمتی است که باید کسانی که برحال دسترسیش نیست مثل ما شما بلوچان به ایشی که و تارش یک آوازی ببید و تارش برحال یک بلندگوی ببید که بتونند که در حال هم برسینن تشان حداقل این سوشل میدیا هستن که باید سرپدی و آگاهی و با حد اکثر پتانسیلی که هسته ظرفیتی که هسته باید واقعا بحث زورک ببید و استفاده کنه خاص طور نسل جوان که کاران تا حقیقتا اصلاح پورا پریشان چون مرز کچومه دوله نه هستشن و این سوشل میدیای استفاده کنه یک مدنی من حالا کمکی که ماشما بلوچانه کند ایشی هست که چون ماشما را هنگه تی وحدی سبک نگارش رسمی نیسته ماشمه زبان با تعجب ایشی که بلوچ معلوم کارا ویتی جنده ویتی حکومتی نبوده فرصه پیش دست آوادی که باید ببود یعنی برحال نتونتی بجلیتی بداریتی و همیشه مغلوب بود دشمنان هم سیاست مدام همیشه بوده که تا جایی که دستش رسید اسیمیله بکنن بلوچی هویتی که تاریخاً واقعاً هزاران سالی تاها یک جمعی از انسانان توانتگش یک هویتی توسطین بکنند که جدا چه یه دیگه همسایگانی هویت یا شناسی ببید تجار ببید به نام بلوچ که ویتی زبانش ببید ویتی رسم و رواج فرهنگش ببید و ویتی هنر رو برحال این چیزانش بندشن که متاسفانه گوشتم به خاطر شرایطی که ماشما قرار گرفتنی این فرصت گرگ بوده که ماشما بتوانی صاحب یک زبان استانداردی ببین و حتی حداقل روش نگارش سبک نگارش ببین که ایشی یک کمکی تو این پیه جنبه این که اگر دقت کنیم ماشما باز این کلیپی رد بدل بید و این کلیپانی ذریعه یا خوشبختانه با توجه بیشی که بلوچی زبان یکی چه غنی زبانان منطقه تا و اصیل زبانان منطقه تا دارای گالوار یا لهجهان بازینی و این لهجهان از طریق یعنی سوشل میدیا رواق بند و کم کم مردم آشنا بوانند تمام جمعیت بلوچ آشنا بوانند و این آشنایی جمعیت بلوچ جامعه بلوچ باعث بیتند که بتوانند
وکابلری یا اما فرهنگ لغات وسیعی که هست این مختلفین لهجات بتونن کم کمشان جمع بکنن و امید که طول مکشید دورانی که بلوچی سرنوشت بودی دسته ببید و بتوان واقعا یک بلوچی استاندارد زبانی ببید که بتوان راحت‌تر از طریق تحصیلات ایژوکیشن بتوان نسل به نسل‌های بعدی منتقل بکنه و خوشبختانه عرض کنم که الان حداقل می دوری مردمانی ناامیدی که بودتگش یا پرردی که بودتگش بلوچی زبان ممکنه کار بید و بلوچی اصلا هویت و پجار کار بید خوشبختانه گویی بلوچانی نوکی نسلی که پا دیختگه و این سوشل میدیا و این تکنولوژی ارتباطاتی که هسته این می ناامیدی تبدیل به یک امیدی بوده و انشالله که بلوچ را زندگی بیت و بلوچستان هم آباد بیت و دیما رو خیر ران تشیر آرسته چمان همشین گوتک بوده که در مورد پیش تشیه که حکومت جمهوری اسلامی قدرت به دستا بگیره که برای یک انقلاب وجود یک چمچان که بدهیان و رانچه های شاید مثلا یک 5-6 دقیقه مثلا فکر کنه استراحتی بلکه ببید و دستبندی کنن چه مدیر یا مدیریت زوم که پیش برای یک دیوانه بعضی وقت من متاسفانه عادت هست که من پران روان دیگه جاگاه اصلا مرا بیر بگردی پلیز همه خسته سرک بپده و که همه گفان ادامه بده اگر نه گوڑه گنده ماشبه بونگی بکنه چه هم دک من نشته کن بجایشی که دیم پرودراتی برون گنده رونشینی سر و اگر بعد از این اولی چمشان که دیگه بیتم یک مختصر کوتاه 5-6 دقیقه فرصتی هم اگر هلک ببید که نزانم برای یه دانگه هورباغ من بورا یا نزانم یک قهوه میار توی که بیاری بوره ممنون و من حتما هنچوش کنیم ما شما اول وقتی پیسر چه انقلابی برای گپتران کنه بالکل بهتر منه بلکه اصلا اینکه طولانی بود و شاید هم واقعا شما لوچت که ادامه ده یک همین بحث که بلکه اصلا تبدیل بود یک بحث دیگه و یک بره دیگه من نزانم چاری چی بیست حتما ما شما فعلا دیمار رینو محدودیتی هم در برای شما را نیستیم که حتما یه جلسه تو که تمام کنه ببیته نه ما تونش ادامه هم بده بس لطفاً من دیما بگیر حتما هر وقت لازم نیست جی حتما سلام من فکر کنم به خاطر ایشی که یک چمشان که در یک ببیت بلوچستانی حالات احوالاتان سیاسیه پیش چشیک انقلاب بود یک مختصری هردوکی که بلوچی تاریخچه مینه یالا گوشک ببید بیجا نه این تا بهتر سرپد ببید مردم چون بلوچستان ماشماشی و درست آنزانی که وقتی بشینی بلوچستان تا هر کجایی که بلوچ گفت جنگن بلوچی زبان استفاده کنگن و تا بلوچ زانه و بلوچستانه و برگردید به قرن دورانی که به هر حال استعمار انگلیس در هندوستانی تا هستد ایشان خب بلوچ هنگت هموتی همه جاگانش هستد همچون که به هر حال ماشما سرپرستیم که خان کلات که کلاتی تایید به عنوان مرکز بلوچستان است و حداقل بیش از 300 سال یا 200 خورده سال از زمان نادرشاه بعد یواش یواش برای شکل گرفته بود که خب هست به عنوان فرمانروایی مرکزی بلوچستان که برای این بحری که هنو ماشما بلوچستان این میگن که به ایرانه و بلوچستان غربی گوشه که بیتشان اشانی هم تقریبا مرکز هست که بومپور است با توجه بهشی که کوری هست و زمین کشاورزی است و به هر حال یک همچین فرمانروایی امکاناتی که بتوان ایشی به همین شکل ادامه هست تا زمانی که به هر حال انگلیسان تصمیم گرفت که این همین دورانی بنگیجند که کشورهای اروپایی به هر حال از نظر تکنولوژی رشدش پرتسک باز و نمیدونم مگه این بحرانی تا وارد دومینیاله برای طولانی بیسک باز من باید کپ کنن و هر چیزوته برسن به ایران پناه کردن باشن خیلی کوتاه بگوشن انگلیس به هر حال کوشش کرد که او دانه بگی یک دو جنگ بود میراب خان شهید بود و نهایتا به هر حال گفتش بودانه قراردادش تا 100 ساله و بعدی هم یواش یواش گلایش بود که بیت
تحکیم بلوچستان قبضه بکن چه پهناتی که هنو افغانستان دارن و یه پهناتی که ایران دارن و نتوانتی بچه که بلوچ هم با تمام ایشی یک سیستم فدرال یا یک سیستم برحال خانخانی نامی بلیم، یک شکلانی که هر منطقه دست یک سردار خانیت با تمام اول یک نوع همبستگی پیش هست وقتی که یک سختی گرفتن سختی پیشی است توانتش همدیگر کمک کنه حتی اگر چنانچه اختلافات درونیش هست و به دلیل مقاومت که طرف مغربی بلوچان بود چه پهناتی که ما شما بلوچستان تاهن به عنوان سرحد زمین باشه گفتید شمال بلوچستان که تاریخ هست ماندگاری که چونکه واقعا سرداران طایفه‌ای آن گفتند در مقابل انگلیس هم بودن و چه پهنات که بگیر بالا دریاچه و مکران بودن ایشان هم به همین شکل مقاومت کرد و رسید تا جایی که به هر حال جنرال نظامی استعمار انگلیس گولدسمیت رسید به یک جاگایی دیگه گشتر نتوانست ادامه بده و همچنین که دیگه رسید به یک جاگایی که یک بقول همین مرز کنی هست به نام گولدسمیت لاین که گنده بلوچستان دوباره یک بری آدمی یک بری ایرمی و همین خطی که متاسفانه روچی چندین نفر بلوچ به خاطر شکل چون گندان در بیارم پاوت جنگ و کشک بند برحال سهرین خطی، سهرین لاینی، سهرین پر خونت ای خط که کشک بوده و نهایتا هم انگلیس نتواند ای خط هم حتی بکشید بله با توجه به ربکانی که بکاری بردن توانتی وارد یک معامله قاجاریه ببید و لحظی ربقی لیان که کتاب هست بازی نوشتان که هست بازی گفتار هستن که شاید جایش هنونه توانتش بالاخره بیاین تو مغربی بلوچستان قبضه بکنه و این قبضه کنک باعث بود که گجران قاجاری دستک ماشما بلوچان که به عنوان اولین بارت که ای طرف ایران مرکزی حکومت ها پادش کپتگت بلوچستانی تا و با توجه به کشتار جناحاتی که کرتش خب نامش پش کپته هنگت هم بلوچان گوشند گجر حالا بیلی گوی فاس ببین یا گوی برال غیر فاس ببین این نام چمود پش کپته که هنگت هم گوشند گجر این دورانی که گجران زمانه هست قاجاری زمانه هست و ایشان بلوچان برال به یک شکل فقط مالیاتش داد رسید به دورانی که قبل از جنگ جهانی دوم و در حال جنگ اول و در حین جنگ جهانی اول برحال بلوچان مقاومت کرد و نهایتا توانتش وتی حکومتی وتی دستا بگیرن تو بدارن و گندگی که پدا جنگ جهانی دوم به وجود یک جنگ جهانی دومی که به وجود یافت و پس از ایشی که ایرانی تها هم یک انقلابی بود که به نام انقلاب مشروطیت که این انقلاب مشروطیتی تا در اصل با توجه به ایشی که یک ایران به عنوان یک کشور کثیرالمله همایی زمانه هم برای لکنچه حالتان ششتگست که به عنوان نظام انجمنهای ایالتی ولایتی فلان و امان شام و آزادی هایی که باید ببند تو ایشان ولی متاسفانه پس جنگ جهانی دوم جنگ جهانی دوم موقعی که تو ایشان اداره دیگه منطقه کلا باز هم جولانگاه کشورهای قدرتمند جهانی از جمله انگلیس و روسیه بود و به یک شکلانی در صورت آمریکا هم نقش هست با توجه بشی که اگر آمریکای کمک مبوطی ممکن است این جنگ جهانی دوم هم به نفع اول و دوم به نفع هیتلر و برحال آغاز کنندگان از جنگ می‌کرد. خلاصه این دو تا اشاره بگوشن که انگلیس پدا یک کودتای کد ایرانی تا و تمام دستاوردانی که به نام انقلاب مشروطیت هست آنیش دست گرفتند و مجبور کرد از کسی که ملی قدرت سرا آقای بعدا معروف به عنوان رضا شاه و فامیلش هم پهلوی بود رضا شاه پهلوی آیش وادار کرد که دقیقاً یک سیستم کاملا متمرکزی پس که وحشتش هست از ایشیه که اردوگاه بلوک شرق یا اردوگاه سوسیالیستی که سرکردگی و فرمانروایی در دست روسیه هست یک خطری بود برای کشورهای اروپا و ترسش است که در اصل این عدالت طلبی و برابری طبقاتی و نظام هر چینامی بین ایشان این گوی اروپایی کشوران تا هم در نتیجه ایشان همه تصمیم گرفت که
کمربند سبزش پیم کد که این کمربند سبز یا هم سنتو و مطمئنم برای کسانی که بین سنتو سالی تا حتما این سنتوی حیال کفند و دانت که چی هستن که شامل ترکیه و شامل ایران و شامل افغانستان که کاملا یک خط سبزی پیم بکنند و برحال بتونند یک بریر یا یک صد زندین و کاهمی پیم بکنند در مقابل نفوذ افکار و عقاید آوردگاه سوسیالیستی که ایرین. به همین دلیل لورتش که ایرانی تا یک حکومتی ببید که این حکومت حتما باید کاملا متمرکز ببید، هیچ کس دیگر هم میلی برای نظام تمرد و نافرمانی به قول معروف. و به همین دلیل متاسفانه با اینکه بلوچان پدوتی آزادی به دست یافتگد این وحدی مجددا انگلیزم کمک کرد رضا شاه پهلوی و با فرماندهی تیمسار جهانبانی انچه قوت هم گوشه که کتاب خاطره تا بلوچستان یحت و پدا متصرف کرد تصرف کرد دوباره. و خب مسلما بازین بلوچی هون وقتا که مقاومتش پر ریچک بود و باز کس هستن برحال بازین شعر هم پیم بوده و بازین کس هم هست. امیدوارم بازین کسان هم که در تدارک نویسه یک سری رمان های همه دوره هستند هم موفق بودند که بتونند این رمان های تاریخی اجتماعی بلوچستان بنویسند تا برای نسل های بعدی گیر بکنندشان. و در صورت بلوچستان پدا مجددا بود یک بحری که دولت مرکزی ایران و با یک سیستمی که کاملا تمامیت خواه و وقتی که یک سیستم تمامیت خواهی شر دلگوشته نگلوتید که بلا استثناء لوتند که همه چیزا و همه کسا به یک رنگ در بیارن و یکی رنگ هم برای دولت مرکزی و انتخاب کنند دیگه چی باید به یکی رنگ که متاسفانه ایرانی تا با توجه بیشی که برای زبان و ادبیات فارسی جا کفتگت بوده از قدیم الایام بوده چیزی نه اینکه همین جمله مثل رضا شاه پهلوی پین بود یا نظام بعد ای واجه و به همین شکل هم فرهنگی که هست بوده و زبانی که هست بوده همچنین شی باعث بود که دولت مرکزی ایران بلوچ، کرد، ترک، ترکمن، عرب، لور و کلا تمام هویتان دیگری که هستن بوده، هویتانی که تاریخیه و در طول تاریخ وجودی هستن. متاسفانه ایشانش تماما کوشش کرد که بی هویت بکنه، یعنی هویت زدایی بکنه شایان، آیان شناسه یا آیان تجار شایان پس بگیره. خب سرکات ونشی بکنه، زبانش اجازه ندهند که تحصیل کنک بگوایی و طبیعی که از زبان آرام آرام وقتی که زبان تحصیل نبی زبان بزنس هم نتوان بی، تجارت نتوان بی، وقتی که نبود خود به خود آیی یک حالتی بوجود یاریتن که استفاده کنه کان آزبان یک حس حقارتیش ببیتن، تحقیر ببر، حس کوچکی بکنه. به همین دلیل نگیجن مثلا بسیار از خانوادان بلوچ علما یلگران نوان نگران در کشورهای در میان ملیت های عرب یا کرد یا ترک یا آدگران ترکمنان لورانشان، ولی در ارتباط به بلوچستان ایشی کاملا لمس بود. حداقل توسط شما نسل جوان جدید ما که برای وجود دورانم لمس بود، ولی شما وقتم به این شکل حداقل لمس داده که خانواده ها به خاطر ایشی که چوکانش بعداً یک حس حقارتی برش دست مده، احوادی که متولد بودن به جایشی بلوچیش بلد بکنه فارسیش پیش داشتن که دل فارسی مثل بلبل ببر، ولی بلوچی خود به خود بلوچی تدریس میده، بلوچی دل رو غیر شایی که یک بحر این شمی حالتانی که لورت عرض بکنه که بلوچستانی تا اصلا کتاب رایج نهد که به زبان بلوچی نویسک ببید یا روزنامه اصلا ببید که به زبان بلوچی نویسک ببید و کتابانی که حتی چه درش هم یادن در کجا که خوشبختانه با تمام مشکلاتی که مشرقی بلوچستان تا هست منتها بودانی دولت حداقل بلوچانی دیم که لورتشی بلوچی زبان و ادبیات حساب کرد گرانین باره وتی ضعیفین پروپاگاند سر بزرگ پچی که ناچیزیه تا وقتی که دولتی پشتیبان یک زبانی میبید، دولتی پشتیبان یک فرهنگ و هنری میبید، همشین که بلوچ هنرمندان پبزگی پواری بین روند و بلوچی زبان هم همشی بید که برحال محدود بید نمانید. اما هستن کسانی که مشرقی بلوچستانی که اگر بلوچی زبان هستن و پش کفته
مدیون زحمتان همه بلوچان مشرقین که توانتش زحمت بکشند و برحال به یک شکلی اکادمی کوتش تن کرده برحال به یک شکلی توانته که تش یک تلویزیون و رادیو بله. من چون که من خیال اولین برانی که من مثلا میوزیکش کد بلوچی مرحوم فیض محمدی گانه دنگ که رادیو کرده همه هش که رادیو نام شهری سر نگه برحال بره همه دوله که شنبل شاهی دیوان تحصیل بخارچی که اینترنت گرک بی ما هم ویتی بسیاری رادیونا روزوت مچان تغییر که بلکه بهتر بگی. برحال یک همچین حالتانی تها وقتی که بلوچی زبان ادبیات، بلوچی فرهنگ و بلوچی دود رویدگ و هنر دستا گرک بوده گویشی اضافه بکن هم که بلوچ از نظر اقتصادی هم هیچ نوع زیر ساخت اقتصادی در طول یک دوران در طول دوران 50 ساله حداقل بیش از 50 سال 50 سال همه مدتان بود که جشنهای 2500 ساله اودان چیش کرد برقرارش کرد چی تا شیرازی تا محمد رضا شاه پهلوی دوران تا این مدت زیر ساختم حتی پنکنک نبود تگرد. وقتی که زیر ساخت اقتصادی مبند بلوچ وقتی ملکی تا مشغوله مجبورم بجایم روان دیگه جاگا پکاره کجا روان موقعی که در کم که بلوچستان دین تا کرمان و آنگورانان رفتم متاسفانه به عنوان بیگانه چارته یعنی بلوچ حس نکرد که به عنوان یک کسی که اگر آنگو برو به اصطلاح وحشتی بگوشد چی کمکی کنه. من شرمنده باشم در رابطه با این بسیار اشی که مردم فارس یا ملت فارس در ارتباط با مردم بلوچ یا ملت بلوچ مشکلش بوده بلکه این مشکل توسط فرمان روایانی که لورسه یک همچین سیستمی رو جور بکنه آرام آرام نهادینه کنک بوده و این نهادینه کنک تا جایی رسته که الان که نزدیک به 100 ساله برای روشنفکران حتی چپ و بعضی نباشم پاکا ولی گیشتش متاسفانه حتی سوسیالیست و چپش که به اصطلاح اوتی زند و زندگی را حاضر بودند و حاضرن تنگت هم به اصطلاح برای دفاع از انسانانی بدهند برای برابری طبقاتی بدهند شاه از نظر ذهنی پرش سخت مشکل است که بگیندند مثلا بودن هویت بلوچی با زبان و فرهنگ و هنر بلوچی هم داره حق حقوق برابر بید به همه شکلی که مثلا در میان زبان و فرهنگ حاکمه. نمونه منظورش یک همچین شرایطی تا که از نظر اقتصادی زیر ساختن نیستن بازین بلوچی میشه بود که این حوزه کشوران حوزه آدم خلیج کشوران عربی تا رفتگند مشغول بودند و تا جایی که دستش رسته بوده اگر چنانچه کارباران اداری هم که بودند بلوچستانی تا متاسفانه تو سیاستش همچی بوده که بلوچستانی هویت چوتی دسته بگیرند ایشی بوده که جمعیتی یک شکلی باید باخت جمعیتی به هم بزنه. خب در نتیجه وقتی که بلوچ نتوند و کارو که مجبور پوچ کار زندگی یک جاگاه دیگه بروته طبیعیه که اگر چانچه کارهایی ببن که دولت هستند بوده مثل دوار دولتی اداره دولتی طبیعیه که غیر بلوچ یاری بوده و آرام آرام به هر حال ایشیه که گنده مثلا زاهدان تبدیل بود به یک اکثریت جامعه غیر بلوچی و اکثر شهرهای بزرگ مثل شما بهتر زدید من اگر چیزانی گوشانش برگردی به دوران حداقل نزدیک 40 سال قبل 38 سال قبل که مهمان گفتگان شاه مثلا پهره در نظر بگیره این پهره نام که من مثلا یک روش دیگری هم برای بی‌هویت کردگی هم همشیت که بعضی نامان تاریخی بلوچستانش متاسفانه تغییر داد از جمله پهرهش که خود یراشه و جان دیگه شما بهتر زانه و در این حال هم برحال کل لحظه منطقه هم دیگره و این تقسیماتی که خود رضا شاه بعد از اینکه حکومتش به دست انجام دادن بلوچستان تقریبا نصفی بحر کرد و دادش به خراسان جنوبی و کرمان و هرمزگان تحت همین بهانه هم که ایشانی زندگی و بهتری بلوچستان سک وسیع و برحال امکان نیست و متاسفانه الان زندگی ما فوتی چمان و همه بلوچان هم که هستند بلوچی حوزه کرمان و حوزه هرمزگان و حوزه خراسان جنوبی وقت الان به همین نتیجه رسیدند که ایشانی زندگی متاسفانه حتی بدتر از بلوچستان بلوچانه در چه رسد بیشیمانی کموده هست حتی با اینکه حتی بسیار ازش از نظر هویتی به اصطلاح
که قبلا ها مثلا یکی از هویت هر برحال جامعه تفکرات و عقاید آنها که از نظر مذهبی برحال بلوچ اکثریت سنی بودن، حتی این بخشانی که تایی مناطق برک بودن چه از زمان قاجاریه به بعد آرام آرام ایشانی به مذهب هم بدل کنک بودن و شیعه بودن. با این وجود که حتی شیعه هم هستن ولی فقط به خاطرشی که چون بلوچ هستن متاسفانه همه برنامه ریزیانی که کلن در سطح سیاست های حاکم بر دولت مرکزی بوده به همه شکل آنش برخورد بوده و هنگت هم به همه شکل برخورد کنگن. این همه قضیه در ارتباط مثلا با عربان مطرحه. متاسفانه عربان اهواز باشه، عربان اهوازی که به اصطلاح نفت اهواز و مناطقی که بود اصل انتشار کل اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی شدن رو، ولی با وجودی که بود همه عربانی مذهب هم شیعه و کسی واقعا نتو ادعا بکن که شیعه تر از عربان یک شیعه تر از آیان کسی دیگه نیستن چه، ولی با وجود گندگی این حالات شرکه و زعوالش داره. این وضعیت شبیه ماشبه بلوچانش هست متاسفانه. نو در کل یک همچین اوضاع احوالی تهند که ایران از نظر اقتصادی رشد کنه به دلیلش که نفتی هست، اما از نظر پروژه های اقتصادی که انجام دهند کلن حول هوش همه مناطقی تنظیم بودند. این مثال اقتصادی برنامه اقتصادی اما زیربناهای اقتصادی زیرساختهای اقتصادی که عمدتاً متاسفانه از همه ملتی هست که حکومت مرکزی و طرف یک شکل حمایت نماینده است. وقتی که اجازه نیست کسی دیگر که وقتی هویت مطرح بکنه، وقتی هویت دیما با وقتی هویت رشد بدن، فقط یک هویت مرکزی باید فهم دنبال بکنن، چه دقیقاً چیزی دوزیشی نتوانه بشه. و در مجموع اگر بلوچ حساب بکنیم اشان شی باعث بوده که در کل ایران یک نوع اعتراضی در میان نیروهای روشنفکر ایران به وجود بیاد. اولین اقدامی که کنگوی دورانی که به هر حال در دست رضا شاه سیاست ها کفتگه دشا، من فکر کنم کماویش به هر حال شما نسل جوان هم هشکتایشید که به هر حال دورانی است که مصدق توانتی که وقت نخست وزیر است ولی رسید به یک جاگاهی که شاه گلین چه بودین، شاه درکب چه بودا که متاسفانه پدا حکومت های دولت های قدرت های اروپایی و آمریکا توانتش با یک کودتای برش کرد. ارتش بعد مودتا کوتاهی که از طریق باز هم از طریق مذهب متاسفانه و از طریق حالا من نزدم فرهنگ دیگری که مثل شعبان بیموخا احتمالا شما از طریق هم برحال توانتش بودن به پروشند حکومتی که به اصطلاح داره به عنوان یک حکومت ملی مطرح کنه و پس مجددا حکومت پهلوی وی کار ادامه داد. و متاسفانه این استبداد رسید تا جایی که بعد از جشن‌های 2500 ساله‌ای که برگزار کنک بود فقط یک حزب اجازه داشت بیته و نه دیگه حزب به نام حزب رستاخیز و اعلامش هم کرد. این دقیقا همین شباهتی که دارد حزب فقط حزب الله باشه آوازین دقیقا همین حالت هستن و موقع من به عنوان دانشجویی من دقیقا یادم حالتان صحنه‌ها عکس العملانی که از طرف دانشجویان دانشگاه ها داشت شکل گرفته شد که برحال رسید به یک جاگاهی که گندی آرام آرام حتی تشکلات سیاسی زیرزمینی مبارزه مسلحانه بر علیه سیستم توسط نیروهای مسئول و یک شکل روشنفکر و آگاه دوران جا بکشید که یکی شایان من مطمئنم شما بازی نشوده اینه در واقع ادامه همه دوران مصدقی که دوران حزب توده به اصطلاح بود یک تفکر چپی مطرح بود اما با توجه با پروشی که مصدقی دورانه بود یک شکلی به هر حال حزب توده هم تک مقصر زانست سر این مسئله ایشی که مصدقی دولت پروش واسه و به هر حال به هم واسه شام، ولی در هر صورت بعض کشک بود که همه دورانی تا و همین بعضی که گندین مثلا 1347 8 9 این مدتان که یواش یواش شکلگیری سازمان چریکای فدای خلق ایران بید و سازمان مجاهدین خلق بید که این موقعانی که من دانشجوی من یاد دقیقا یک سری رادیو هم هست
اقتصادی هایم هستتشان که سخت گوشدارگش گره نبودن پشاری ولی هستتشان. منظورش اینه که جایی که تمامیت خواهی ببید و جایی که اجازه ده یک مریض که آزادی بیان ببید، حتی تو از نظر اقتصادی رشد هم بلوچه بکنه، هرچند که به اصطلاح یک رشد اقتصادی توأم با تبعیض مطلق است. زمان دوران شاه تبعیض مطلق وقتی گوشم بگنده که بلوچستان حالات چطورت، کردستان حالات چطورت، اهواز حالات چطورت. من دانشگاه جندی شاپور درس خوانده بودم، ولی وقتی که من عربان زندگی دیدم من بلوچ واقعا اظهار تعصب کرده بوده که مقایسه کرده مثلا حالتانی که مار بوده بلوچانه بوده شما وقتی که خارج از اهواز در کفت رفتن و زندگی عربان کسانی که در روستاهاش زندگی رو دیدن شما واقعا تعصب وارد که کنار همایان شعله‌های نفت به طبقه هفتم آسمان رفت رسیدن بشن. من شک اینه با وجودش که از نظر اقتصادی رشدی هستند، اما همین رشد همین توزیع تبعیضانه باعث بوده که اختلافات بسیار زیادی بین مناطق و بین مناطق مرکزی ایران دید. به همین دلیل همین الان اگر دقت بکنی مشکل یا اختلاف بین مرکز و حاشیه، بین مرکز و اطراف. چرا؟ به دلیل که به مدت نزدیک 100 سال یک فرهنگ غالب کنک بوده بوده که مشکل بررگ ایایی، یعنی در واقع الان هم متاسفانه روشنفکران زیادی از فارسان، ملت فارس حاضر نه قبول بکنن که فارس یک ملتی، بلکه گپش اینه که نه اصلا یک ملتی به نام ایران و در واقع معنیش اینه که پرژیا یعنی ایران، ایران این پرژیا، ملت ایران یعنی فارس و ملت فارس یعنی ایران. متاسفانه همشه بخشی از روشنفکران این ملت که به هر حال خواهان برابری انسانان، خواهان برابری حقوق انسانان، خواهان و مورد قبول اندشی تنوع ملی تاریخی که در درون ایران هستند پیشام و عمدتاً همشان خارج از حاکمیت هم و با تمام تفکرات که هستند هنگت که هنگت انگیزین که همبستگی که باید ببید وجود نیاد. در یک همچنین اوضاع احوالی است که ایرانی ها که آرام آرام مردمان وارد شیه بند که و بخصوص نسل جوان و روشنفکر از دانشگاه ها شروع بوده که همه دوران و همه زمانگان ها که موج ای تغییر و تحول حتی وارد بلوچستان بود. من اگر اجازه بدهید من از سید جان در زیادی بودن که فهمونی جلو بگه برای یک بلوچستان پیش بدارن که یا به عنوان یک شاهد زنده مطرح بکنم که بلوچستانی تاها تفکرات چطور که بدل و عوض بودن یا شروع به یک همچین نطفه بندی و نطفه گیری بود. ایشی به عنوان یک برزخی از تاریخ همه موقع داره عرض کنم به عنوان کسی که وقت بوده همه دورانی که به عنوان یک شاهد زنده از همه دوران هست. ما دبیرستان داریوشی تاها پهره درس وانگتی ایران شهر درس وانگتی کلاس 10 ما را دبیر نیستد 11 دبیر نیستد. کلاس 11 وقتی که ما بود انتشان رئیس دبیرستان مرحوم اکبر اروند است خدای رحمت بکنه بنده خدا انسان بسیار نیکی است. چون دبیر نیستد مجبور بود بروت از تعدادی از دانشجویان مرکز که دانشگاهان تاها به عنوان مخالف رژیم بودگتند و به شکلی در واقع ایشان خدمت سربازی و تار گواجه نگتند و ایشانش تبدیل کرد نه تنها به سربازت بلکه تبعیدشان کرده گفتن به مناطقی مثل بلوچستان که خوشبختانه واجه اروند موفق بود با توجه به نفوذی که هستی بروت اجازه بگید از فرمانده ژاندارمری پهره ایران شهر که به 3 تا از سرباز سفران بودن که برحال دکترا و فوق لیسانس و مهندسه اجازه بگید که بیاید ما را دست موقعی که ایشان یحسن تو ایشان شرایطش که دیست بودن و وضع تحصیل مالش وقتی که دیستشان واقعا مجبور بودن که یک تحول انقلابی به وجود بیارن. یعنی در واقع ترسی که در واقع خیلی از معرفت هستد و بسیار از معلمان سنتی که بوده هستد
از تورسا بریچ انتشان به این شکل که شما مستقیم یاسند بوده و شروعش که یک نوع رابطه برقرار کنه دانش آموزان بلوچ بودن در ایرستانی تا و فقط این خاطرش ایران شهر گوشنا این همین مسائل تحت سراوات تحت زاهدان و تحت چابهار خاش هم اتفاق کرده بچی که سالهای 47 و 8 و 49 و نزدیک 50 این موقعان اوج مبارزات دانشجویی که همین گروه های سیاسی زیرزمینی شکل گرفتن توشن به همین دلیل شناسایی که نگه بودن گفت تو یه فهمش گفتندشن همه دوران در واقع یک نوع نگاه دیگری وجود یافت به هم تحصیل ما بلوچان بوده که هستتینشان و هم تفکرات اجتماعی که هستتشان من واردی بحثان نمیم که چطور که بوده ولی کلا لوتان بگوشن که بچه شباتش داستانه خیلی زیادی هست که اگه بلوچه بکنیم بگوشش باید اصلا کتاب پر بید همین خاطرات فقط گوشک بندشان که چطور که بود بچه که بعدها دورانی که من خدمت سربازی وزتان من دقیقا متوجه بودم که یک نفری که همه کسانی که همود می معلمت تهرانی تها به عنوان یکی از افراد مرکزی سازمان چریکای فدای خلق تا خیابان و حمید اشرفشان شهید بودند و آقای محمد حسینی حق نواز است که موقعی که اکثر ما روزنامه انتها دیستندشان نمانجا خدا من آوازی پرشان چی بودن شروعش کرده با تمام وجود وقت کار کنه که حتی وقتی که جمعانی که بود شما همراه بودن گوما یحتن دوستانی تا گوما من تند بودن رفتن برای زندگیان که نزدیک بگندن و گزارششون تایید و این موقعی که اتفاقا من دانشجو تا موقعی که رادیو فدایی هم گوش داشتشم بوده و یا رادیو مجاهدشم گوش داشتشم انعکاسی از همه گزارشات همون دارند که چیش نیسته گست و چطور گزارش کرده که یعنی وضعیت بلوچان به چه حالتی هست در مجموع یک همچین اوضاع و احوالی که جنبش در درون شروعه و ادانند که یک نوع واهمه وجودیت در میان کسانی که لوتن ای خط سبز سنتو ترکیه ایران و افغانستان که اشان به هر حال یک شرایطی تا با قرار بگیرند که تحت کنترل بند میشه. فراموش مکنیم واشما که افغانستانی تها به هر حال با توجه به حرکاتی که بوده در درون وطش بوده بوده یک کودتای انجام گرفت و رژیم عوض بوده رژیم عوض بود با یک نوع گرایشات به سمت همه اردوگاه سوسیالیسم. شما فکر کنید ایدان که در نتیجه چی نوع اوضاع احوالی به وجود میاد با توجه به اینکه که حرکت‌های دانشجویی که تعیین کننده بوانندشان ایدان که حکومت‌های قدرتمند اروپایی و آمریکا به اتفاق همدیگه برنامه ریزیانی که کنه داشتن شد که اگر این شرایط به شکل پیش برد ایران خیلی آمادگی گشتی هسته که با سمت پیش برد. ایران که شروعش کو به میدان پچکنک برای مبارزات حرکت‌های مذهبی و دقیقاً هم به یک شکل هم که به اصطلاح کسانی مثل خمینیانش هم آماده کرده برای همچین روچانی به همین نتیجه رسیدند که الان اسناد درسته الان کتاب درسته و کتابان نویسک بوده اسناد علنی کوتش هم کرده شام تصمیم گرند اگر قرار میبید تا ایران یک سری تغییر و تحولات وجود بیه گرایش تغییر و تحولات به سمت دموکراسی و به سمت چیزی که منافع ما را هستیم و بخصوصی کشورهای نفتی تا گرگ بید ادانست که گنده اربعینات شروع بودند هم بودن به دلیلش که یک جاگه کافی ده اتفاقی بکپید و ادامهش تک شهن چوب باغ و 54 5 گنده که یواش یواش خمینی هم از نجف و کربلا هم گلاشون پیام دیم دیگه با توجه به پیش زمینه که قبلی بوده برای وقتی بده نه هم بگوشن شد خیلی خلاصه بکنم چون جای من مثل اینکه طولانی گلاشن برکنم و سعید جانم برای دیوان نگرگن تو که چی بکنم شد اعلانند که کاملا مردم سرپه بید هنو متوجه بید البته ما همه بعد از اینکه انقلاب متوجه بودیم در دوران انقلاب با توجه بیشک برای یک چسیرانی بود که بازی کول قرار دیگه ای واجهان
رهبران مذهبی خمینی دار رسن که نظام زندانی سیاسی نبید تو فرق حقوق چیه بند تو حتی نفت مفت بید و این چیزا نگوشه کردشم. خب بازی که تیم باور کرده حتی رسد به جاگاهی که وقتی که توده های مردم پابلیک عوام که تحت اخبارانی که از طریق بی بی سی ها و این بسیار رسانه ها مطرح کنه بودن ایشان وقتی که کفتگتن دنبال یک همچین جنبشی این جنبش شکل بروتشان من فکر کنم بودن در صورت حالا اگر بین بروچگی هم به قول معروف نیروهای انقلابی و نیروهای مترقی نیروهای میتونه که دنبال تغییر تحول اصلا به این نه که بگوشتنش بلکه ایشی بروت هرچی پیش آد خوش آید که خوشبختانه الان یک تفاوتی هست. دلیلی که این واقعا به اصطلاح به سختی اپوزیسیون توانت نزدیک ببی متحد ببیته به خاطر همشین که الان هیچ کس تن ندهیم به این قضیه که دل جمهوری اسلامی بگذیم بعد هرچی پیشات خوش آید. به همین دلیل این که عقب کپگانه و البته خوشبختانه شیء فراموش نکنه هرچی که یک موضوع ریشه دارتر و عمیق‌تر و وقت گیرتر ببید قطب‌بندی ها مشخص تره با جبهه بندی ها مشخص تره با اگر چنانچه همچین حالتی بید در نتیجه مشکلاتی که شما بلوچان هستین راحت تر توانین به مشکلات وقت پی بریم وقتی که یک مدت زمانی ما شدیم وقتان متوجه تر بیم مشکلاتان متوجه تر بیم و روی مسائلی که به عنوان مسائل مشترک همدیگه هم هستند توانین روی مسائل مشترک نزدیکتر و نزدیکتر بیم و آوردین که تغییر اگر چنانچه به وجود بیاد طبعا مفیدتر بیتیم تا که بالاخره یک قشر خاصی فقط روی کار یارک بید. همچون که در دوران انقلاب بهمن فقط گندگین که بعد از اینکه حزب رستاخیز پرشت گنده یه دفعه حزب الله یک روی کار و دیگه هیچ کسی اجازه نداد یعنی یک قشر خاصی روی کار یاره نبود. اشان هم عوامل درونی و داخلی ایران هستند که همچین اوضاع حالی در واقع وجودی هست و هم برنامه ریزی و نوع خواسته هایی که کشورهای اروپایی قدرتمندان جهانی حالا فقط نباشن اروپا قدرتمندان جهان به خاطر منافع ملی وتش و بعضی به خاطر منافع ایدئولوژیک وتش دخالت کنند. نو اگر کمشان که بیش شکل بلوچ ادامه بده گندگین که دورانی تها همین دهه در واقع حول و حوش 50 تند که تازه دانشجو بلوچستان شروع کند و رود به دانشگاه. تصور بکن از دوران 1000 با اجازه با مچی بوشه انگلیسی بوشه چه مسیحی تاریخ 1928 علاوه شاد بوشه 1928 تا 1000 مثلا 970 خورده این الان 50 نزدیک 50 که من وشانشان واقعا تعداد تحصیل کردگان دانشگاه بلوچ انگشت شمار هستند. یعنی توان حسابش بکنید دهه مثلا هلوش 47 48 این دوران دهه 50 شروع بود در واقع گیشت روک و ایران شهری هم شروع بشن دقیقا ما محصول می نسل اولین نسلی که شروعش کو به شکل مثلا 7-8 تایی 5-6 تایی توانتش دانشگاه تبرد همه دوران 48-9 هست که می معلمان همین سرباز سفران بودن که حتی دردناک واقعا که حتی این سرباز سفرانش حقوق هم پرداخت نکن به دلیل ایشی که سال آخر گوش البته به دلیل ایشی که به اصطلاح متوجه بودن که شاه در ارتباط با این دانش آموزان نه تنها از نظر دروس به اصطلاح مدرسه‌ایش کمکش کردن بلکه از نظر ذهنی هم کلی چراغ ایشان ذهنی تا وجودی هست و یک نوع تحول ذهنی فکری ایشان ذهنی تا وجودی هست در نتیجه برای تنبیه حتی ایشانش حقوق هم نداد و من دقیقا یادم که فروردین 50 هست که ایشان خدمت داشت تمام بود و گوشتش که ایشان دیگه برال چی بکنه حاضر بودن گوشتی که ما حاضرین منندی بدون حقوق بگیریم ادامه بده این شماره تا بتونی برسیدوتی داشتم و بتونی واقعا در کنکوران شرکت کنی و بتونی دانشگاه بروی
و اما با تشکیل حقوق نده ما از روی کاران وقت جداگانه بکنیم، نه تحت کلاسان درس دبیرستان داروش که به اصطلاح سو استفاده بکن دولت بوشی که بلشان معلم هم هستیم و این مسئله به یک مدت واقعا هم ادامه بودی که و دقیقا همه نتیجه در همین معلمان از جان گذشته تأثیری واقعا حس شد که اولین دور دانشجویان پانتش واقعا به دانشگاه راه پیدا کنند و حالا حساب که دهه مثلا 50 تا بیا برس به 57 دوران انقلابه، شما فکر کنید مثلا تعداد تحصیل کردگان دانشگاه چند نفر ببینید تا این دوران انقلاب خوبه. من دقیقا یادم همین موقعی که انقلاب بود وقتی که نشت به سرنگ گشتی حساب که واقعا 40-50 تا گیشتر نبودن نامی نگفتن به حساب نکردن زاهدان فلانی ایران شهر فلانی سراوان خاش چابهار و این مثل کرگوشانی که هستن در نتیجه منظورش این که یک اوضاع و احوالی هستند بودن که قشر روشن فکر بلوچ سک محدود و کم بتن و این موقع هم که برای حزب رستاخیز پیم بودتگتشان خب طبیعیت که برای یک تعداد بلوچ این دوره انتا هم شروع کرتگت به ایشی که یعنی توانتگتش یک شکلان رئیس رؤسای بعضی از ادارات و حتی با دیپلم که بسیار زیاد امتحان شد و برای شروع بودتگت مثلا نوکین لیسانس هم یادتگت یا نوکین فوق لیسانس هم یادتگت شروع کرتگتش به ایشی که رئیس یک سری اداراتش بکنند شد. یک همچین اوضاع احوالی در مجموع تمامی کسانی که برای بیا شکل هستند تویشان کم بتن وقتی که حساب نکردن تویشان یک چیزی شرایطی تهند که می بلوچانا آمادگی برای یک همچین انقلابی نیستد و حتی گندگی هم که بعد از اینکه حتی انقلاب هم بود تگت شهرانی مثل ایران شهری تا یا حتی مثل سراوانی تا تظاهرات شکو بلوچان 2 هفته 3 هفته بعد از این انقلاب بود اگر شعار جاوید شاه داد و برحال باورشم نکردشم منظورش اینه که این آگاهی و زانت سیاسی بسیار محدود است به دلیل ایشی که برحال قشر روشنفکر و تحصیل کردگان بلوچ هم کم و محدودتند و با توجه به محدودیت ها و محدودیت هایی که از نظر گسترش زانت و آگاهی نیست از بودا چون تمام دست به دست هم دادگرد و بلوچستان در یک شرایط بسیار بسیار عقب مانده از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی و از نظر اجتماعی هستش. بعد یک خیال که اتفاقا بعد از اینکه انقلاب بودگرد آقای محمود خلصبری یا عباس خلصبری من دیگه نکنم که تلویزیون یک مصاحبه گونه انجام داد و جستی کن گوشیتی که کتابی که در اثبات با ناسیونالیسم بلوچستان در سایه افغانستان باز این بلوچی هم مصاحبه انجام داد از جمله گواهی موقعی که این مصاحبه انجام داد تو گپجان جستی کن گوشیتن که پچی بلوچستان عقب مانده ترین استان در کل ایران. خب دقت کنه که لورتی تیشی پاسخی که دن ایشی گوشی به دلیل ایشی که نه ما اعتماد به بلوچ هستد و نه بلوچان اعتماد به ما. یک حرف بسیار حقی باشه اما خب بلوچ اعتمادی نه اما دستی خالی هم هیچ دستی نوی آیان که اعتمادش نه و همه چیزم تا دستنتش گوشی که می سیاست ایشیت که بلوچستان تا جایی که امکانی هست از نظر اقتصادی عقب مانده بداریم، از نظر سیاسی هم ضعیف و پراکنده بداریم و از نظر فرهنگی هم تا جایی که امکانی هست هم به همه شکل به سنتی عقب مانده بداریمش و گندگین که هم دوران متاسفانه از سر این مسئله ضعیف طایفه گرایی حد اکثر سوء استفاده رژیم شاهنشاهی انجام داد و چون این رژیم هم ادامه دهنده همه سیاستانه متاسفانه هنگت هم با همه حالت هنگت هم بلکه از نظر اقتصادی زیرساخت اقتصادی عقب مانده ترینه از نظر فرهنگی تمام تلاش کنک بود که هنگت هم پراکنده و عقب مانده بود از نظر سیاسی هم هیچ به نفس کشیده هم هیچ کسی نبود که نیست من نزانم شاید در سلامت به وجریم من یک جستی کنم شما را مهربانی که شما توشین توضیحات
و منابطه را به شخص وشبی که مردم حداقل وقتی تاریخی که هست حتی ایشان دیگه به عنوان تاریخ حساب نبند، چون افرادی اشخاصی چو شمیوره هستن تو حضور ها و ایشان چیز زنده ای، یعنی هنگت هم ماشماتونه ایشان بگیندن و لمس بکنن و کسانی که ایشانش دیدتگن میواستا چوش تعریفش کنن. ولی خب چوش که شما گوشت انقلاب اول و آخر قرارت اتفاق بکپی، چون نارضایتی از حکومت پهلوی چه هر نیمگاه هستد. یه دیگه ملتان هم اگر ما بچاریم چه کرد ببن، عرب ببن، بلوچ ببن و غیره، اشا هم حال روچش هنچوش که شما گوشت چه بلوچ هم بهتر نبود تگن، چه بسا هنچو که عربانی شرایط شما توصیف کد که شما میں بلوچ بزدگی آین گو مقایسه کتک که شما آین واره حسرت وارتا گورا آین شرایط چشک جاییت حتما چه میگا هم بلکی بدتر بوده. ولی خب ایشی که بلوچ از نظر عمومی بیسواد دارک بوده و سیاسی هم ضعیف دارک بوده و علتی هم شما دا توضیح داد. اما پیشتش که ما کلن برمی در مورد دوران انقلاب، پرچه که انقلاب اول آخر قرارت که ببی ولی مسیری تغییر دیگ بود دیگه بحثی. ولی نسل روشن فکر با وجودشی که تعدادش کم میتن، کلش میگه 40 نفر 50 نفر حتی شما نام هم زانتگن، اشان در حد همه تعداد کم آیا نقشی در انقلابی که قرارت اتفاق بکپی بهوی تو که سال 50 تا 57 دقیقا زمانی که شما گوشگی که اوجیت که دانشجوان بلوچ همه وحده شدن، ایشان تأثیری در یه انقلابی که حالا کاری بارانی که مسیری عوض کنک بوده ولی پروسه تو که بحرش بوده کم و بیش یا نه؟ من این منظور نسل روشن فکر بسیار ایشی که به هر حال مخصوصا اوج توانایی و فعالیت دوران دانشجویی در واقع، پسی که تو وقتی که جوانه و مسئولیت خانوادگی تن نیسته دنبال ایدالان و چیزانی که قبولن، چیزانی که باورش کنه بشن، طبیعین بخشی از جوانان بلوچی که وارد دانشگاهان بوده، حتی من سراغ هست از کسانی که تحت دبیرستان هم بوده برای یک شکل فعال بوده، محدود اما انگشتوار کنه باشه. ولی باز کس چه بلوچانی که دوران دانشجویان تا دوران دانشجویی تا هستند بهشان تایی چسکیران دانشگاهی همراه بودند. حالا اگر باشن نقش تعیین کنندش نبوده، منتها فقط سیاهی لشکر نبودند، همراه بودند باز این کسی و حتی همه دوران تا هم به یک شکل ارتباط گیریانی که گوینش بودند از طریق نیروهای روشنفکر آزمان که حالا برحال عمدتاً بخش کسانی هستند که با پهلی لوٹے ایک بلندگی میں سنگ پاچ چکنے حواس پاس تو طبعا نقشش بوده، منتها اون که نقش تعیین کننده ای که به اصطلاح این مسیر به این شکلی که الان این رفت برنگ بید، من حداقل در حد دانشجو لوٹو موشنشیه که نه به شکل نقش نبوده ماره، پچه اولا می تعداد کم بوده، ثانیاً با توجه بیشی که به هر حال این مرکز نبوده که متاسفانه عمدتری چسیران دیگه جز همه بخشانی که بیشتر تأثیر گذاریش هستد در برای دانشگاهانی که آوقتن تأثیر و دانشگاه هم عمدتاً هولوش مرکز ایران هستن تا ایشی که مثلا دور اطرافن طبعا دانشگاه مثلا اصفهانی تا تعداد زیادی دانشجوی بلوچ هستد بودن و یه دانشجویان بلوچی که دانشگاه اصفهانی تا بودن ایشان نقش خیلی خوبی بوده تا جایی که دوران شاه بازین که ایشان گره گود حتی محروم از تحصیل کنک بودند و زندان کنک بودند بازین از ایشانشان و که بودتگندشان و جان مختلف دیگر که حتی
پخش پلاس هم به هر حال دانشجویان بلوچ من مثلا آواز تا یک 2 نفر دیگه بلوچ حمود هم هستند، یه تعداد دانشجویان زاولی هم هستند حمود هم و من آواز تا به اضافه به هر حال مثلا شاید اشکان شانتن به اضافه 2 نفر دیگه سنگتان زیگی و اسماعیل زیانی که سزاده رفتن تبریز تعداد زیادی و من فکر کنم چون تعداد گشترش می سنگتانی که آدوران تا اهل سراوان هستند تو هم زایدن مشهد باز بودتگت آنگو هستد باز و مسلما فقط از اون که تماشیچی نبودتگن تا این چستیران دوران دانشگاهی که بودتگن همراه بودتگن گوی تحرکات دانشجویی همراه بودتگن و در هر دوتش نقشش بوده بله منطقه نقش تعیین کننده مهربانی شمی. حالا بنیالا ماشما یک دو سنگتان هم ادا دستش برزیم یه واجه هم بچاریم و بعد خب البته چشک جایی یه موضوعی که ماشما را هستین تو بونگیج کتا ایشی دور و دراج رو پرچه که ادا بازی مسئله مطرح کنک بیت و بازی جو سپورسی هم کنک بیت تا هنوگا ماشما مطرح کد که دوران حکومت پهلوی بوده ظلم زوری که بودتگند علاوه بر بلوچا خب حتما کل ایران تو که محدودیتانی بودتگند که معلوکا یه چیز لوٹت که انقلاب کنک ببید چه حکومتا چه ظلمی که هستیم به بچه ولی خب یدگه ملتان ظلم مضاعف بوده علاوه بر محدودیت های سیاسی که کل ایران بوده گوشک بیتن که محدودیت اقتصادی همچوش که هنو هم بلوچستان تو که هستن خب ایشان سمره این که چما حکومت پهلوی بوده ما شما یک دو نفر ادا دست پرس کتاگو یه واجهانی گپا گوش کنی حالا یا جستش ها یا باتی من دست بندی بکنه چطور سیجان بگش وزیرین با فکر کنم اگر یک 3-4 دقیقه من فرصتی بده منی سنسال رعایت هم بکن لطفا نه تاودی یه واجه هم گپا بکنه شما آزادی وقت من طور دیشن که اگر جستی بیبی گوره شما لطفا نه اگر جستی بیبی گوره یه 2-3 واجه جست کنن تو من جستن یادداشت کنن و حتما شما را پدا من مطرحش کنم هیچ مشکلی نه یا بلکه این واجه هم وطاره هم یک نظری بیبی تو بلوتوماتی حیالان بگوشن سلامت به واجه شهریار آیا یک جستشن ببخش من را سیجان آیا پلان ایشی برنامه ایشی که در واقع باقی مانده چون قرار به ساعت مشمول 45 دقیقه وقت کشیدیم من سار نبوده مثل موضوع 1 ساعت هوا کنه سوری نه تو شما 40 دقیقه وقت ما جلسه 9 رو شروع کرد بعد ایشی که یه واجه حالت جو سپورس کنک بی فکر کنو تا یه موضوعی که هستین ایشی ما شما مطرح کنی و اگر ادامه نیاز بود ما شما حتما دیم جلسه گپ کنیش یا پرچه که یه سکی موضوع مهمی و من بلوچ راج باید بزان که چه حکومت پهلوی آی واسطه چه اتفاقاتی کبتک و هنوگی دورانا که انقلاب بود چه اتفاقی کبت و رنچ آیا هم چه اتفاقاتی کبتک که پدا تاریخ تکرار کنگ مبیتو ما پدا اشتباهاتی که بودتگن تکرار مکنی واجه شهریار بفرمایید اگر من فقط دستبندی هستیم میکروفونا که شما دستا مندگون ماکسیموم نهایتی 4 دقیقه و گشتر چایا گپ کنگ مبیتیم که ما بتونیم و تی دیوانا هم دیما ببرن و یه دیگه واجهانی هم که جستش هستیم بتونیم بکنم بفرمایید واجه شهریار سلام واجه سعید امیدیم که سلام عرض کنم خدمت تمام منی آوازش کنه که سعید جان جی واجه بفرما سلام عرض کنم خدمت تمام کسایی که گروپ تو کاستا واجه و بانو کا امیدی که بانو کم باهر بزرگن تی جلسه و عرضم به حضورت اگر شما 5 دقیقه کوتاه سک شد چون 4 دقیقه سکین بازی نه 4 دقیقه گشتر نبی من پهلیلو اوکی نه من قبول پد و دیگه یک چیزی که من بلوتا مطرح بکنم در رابطه با اشی که اگر معشومت کنی و تی برنامه کمو زیدتر شروع بکنی
که هنچو که شما عرض کد پیسرگین جلسه و گوستگین جلسه که زمان چشکایی که ایران توکانی مردم وابا و بلوچستان توکا و هم بلوٹم بوشن که بلوچستان توکا سکی یک مزنی وحده و که زمانگی که مردم وابا ما بلوٹی آیان چی وابا پاد بکنی که او ده همیشه شپی ما بلوٹی او ده روچ بکنی. خب و ایشی من نگاه پیشی که ما شما اگه وقتی برنامه زیده شروع بکنی سک وشین چیزی و دیگه که ایشین که ما واجه ناصرانگو گپ جا چوشین که اگر ما شما تونه وقتی برنامه هنی که فقط روزهای پنجشنبه برگزار بگین اگر تونه که مثلا یکی دو جلسه یک جلسه نهایت اضافی بکنین سک باز واشی و ایشی نیاز به هم فکری هستیم و اعضای تمام کسایی که را هستن که آین واسه مقدور بیتیم و بلوٹا متی گپان شروع بکنن در رابطه با ایشی که زبان هنچو که واجه رئیم گپ جات در رابطه با زبان هنچو که ما شما زانه که زبان یک قوم و یک ملت یک پجار هنچو که ما شما اتکگی ای خارجی ملکان تها ما شما رو جوست کنن تی و گوشن که تی نام که اولا ما شو تی نام گوشی شما کجا اتکگی ورندت جوست کنن تی که شما زبان چیه بس این نشان دن تی که ما چی کجا اتکگی و میں زبان چیه این سکی مزنی کول بلوچانی گا میں مزنی پجاره میں شناختی میں هویتی و با توجه به تجربه که من هستیم از سال 2016 تا 2019 که من به عنوان زبان معلم زبان مادری که حداقل من زبان مادری بلوچیه ولی وان شهر توکم به عنوان معلم زبان مادری به عنوان فارسی من تدریس کتا و در کنار من دانش آموزهایی که مهاجر بیتگان که آیه فارسی زبان بیتا و دری زبان بیتا چون دری و فارسی نزدیک به همه ما کمک کتگان و همچنین در من سال آخر یعنی در واقع ترم آخر کاری من چشکایا که من تمام دانش آموزایی که از کشورهای خارجیت که تا ما آیا کمک کتگ البته موقع دی زبان سوئدی تا بیتگا من تدریس و ایشین که ما وطرنگو فکر کو که اگر چنانچه یک بلوچی من شهر تو کا هستا و آئیے زبان مادری بلوچی چونکہ زبان مادری سکی بلائیں قدرتی هستی که حتی در داخل کشور سوئد که تو به عنوان یک مهاجر به عنوان یک کسی که مهاجرت کنه جو کشور تو کا کای کشور سوئد تو کا حتی تی علما و تی دانشا بر اساس زبان مادری سنجنتے یعنی چشکا که چاران تی که تی علم در چه اندازه یعنی کسایی که به عنوان دانش آموز دوره راهنمایی از کلاس شاید یک دقیقه تو که جنبندی بکنی منتور با اوکی کلاس هفتم و هشتم و نهم کانتش چاران که آقا شما مثلا علم در چه اندازه و آیا اگر کسی که زبان مادری و تی زبان بلوچی و آیا قدرت هسته تونی تی که ادا تونی و تی کلاسا شروع بکنتے پس با نتیجه گیرے که زبان مادری نه تنها ایران تو کا یک بلای قدرتی هستنی بلکه بعضی مواقع در کشورهای خارجی اگر طرف تسلط بر زبان مادری بیتی تو تونه وتی حقا اما شکوتی کلاسا شروع بکنه آ چیزی که تو ایران تو کا وانتا بلوچستان تو کا وانتا که دی حق ضایع بیتی کشور سوئد تو کا بنوان مثال تو کای مساغا من کلاس اول راهنمایی دوم راهنمایی منی این چوکا من مثلا موتی ملک تو کا وانتا تو آیوتی پیش داره که من این چو علم است پس این یکی از مهمترین شاخصیات پا یک مردمی واسطه پا یک ملتی واسطه پا یک قومی واسطه یکی از مهمترین مسائلی که مروچی بلوچ مردم بلوچستان تو کا که ما حق ضایع کنک بیتا اسی که ما وتی زبان مادری نتون تا استفاده بکنی چون مارا یہ اجازه نبیتا وہ زبان مادری سے استفاده کنی اور به همین خاطر از لحاظ سیاسی فرهنگی و تمام شاخصهایی که انسان او دبلوٹی و طرف پیش بدارتی میں حق ضائع کنک بیتا مهربانی تی منتور
بفرما وجه ناصر شما دست برزی. سلامت من خیلی مشمول ما فکر کنم تو بازی مردمی دست برسه ما هم باید که واشین گپی باشه بلوچا معمولا خبر کنه زیاد زبنه من خیلی موضوع سکی شهری مهمی گپید ولی خب از او که اینجا نگوشتید که رئیس سرس دورند اولا باز و برای من خیلی سک مهم که رنچ انقلابا وقتی که انقلاب بود شی که خوب انقلاب دلایل متفاوته تا آیانا مشمول هر چی بکنین نتونه کاری بکنین چون یه انقلابی که بود هم خارج بلوچستان اتفاق کرد بلوچستان زیاد مثلا شرکت نیست اگر چطوری اندازی خوب به هر حال کسی دیسته ولی اصل موضوع هم شکل رنده چی بود مثلا یه که چطورکا کسانی که بسیار به عنوان قوانین بلوچستان یا تعداد بلوچ تحصیل کرده که هستن سازمانان جدیدی که بود شانس تو رفتار کرد بعد یک قشر دیگه تا جامعه یا چه سرترام قدرتی گرفته گرد شاید زمانه گواتوشی بگه دیگه جامعه مدنی نیست چون که به صورت منطقه شیعه آخوندان و طول اسلام ها تا مناطق سنی هم بخصوص بلوچستان به یک شکل به اصطلاح مذهبیان و شاید تگتن دیما که بعد انقلاب مثلا برای اولین بار ما دیست که یه چیز وقت پیش داشت که مثلا نماینده مجلس بوگا مثلا لاغمانی پیش داره به طرف نیروان مذهبی ها و بعد چطورکای شی به اصطلاح خمینی ها بعد یه چطور استفاده کردن که جامعه بلوچستان به هم بجانتون و کنترلی بکنه چون ما یاد بیتم ما تبین مثلا یه قوانین هم یک جنبش وجود یاد اتفاقا یک بخشی کشید که بلوچان یک مرچی که هنوز جو جیرفت مردمان آیا اقدام کوچواتش هم شیعتان آجلی خان که یکی به اصطلاح وقتی یشتری به اصطلاح قوانین مبارکی و لاشاری و بخش بلیدیان گم سیادت مثلا یا تا منطقه لورتی قوانینای به سردارزی و تا ریگی و تا دیگران در روسیانا جمع بکنتین که با هم دیگه متحد ببندین وحدت بلوچش تشکیل دا ولی خب متاسفانه اعتمادش نیست که یک دیگر و زمان شاه یک بک‌گراندی هست و جوانان بلوچ لوتت مثلا یک کاری بکنن بعد به تشکیلات ایدئولوژیان یا حتی تو کارش خراب بود و دیگه مثلا مولویان بلوچی حتی لوتش بیاین دی ما که پدا مثلا گشتر به شکل مذهبی ده یک بود مثلا یک چیزی که مثلا آوادی اول انقلاب بالا راست بگم من ندانم مثلا بلوچستان تو که مثالش داد اگر چه مولوی عبدالعزیز مثلا مجلس واقعا چه بلوچی زبان و یه سری حقوق گپ شد ولی خب به یک شکل آدم سیاسی نیاد تو انتشارات مثلا به شکل به اصطلاح رژیم وادیشان دیگه ما وارتین ولی خب مثلا وادی گوشن که جستش که تگت مولوی عبدالعزیز مثلا تاولا بلوچی یا سنی گوشت محاوله سنی یا مسلمانی رنده بلوچی مثلا عزالدینش روز که پرت محاوله کردی و رنده مثلا سنی یا مسلمانیون مثلا این مسائلات که مثلا باش ما آبادی چپان بلوچ هم یاد بیتین کسانی که مثلا پیسر گوشت ما کمونیست یا انسان رنده بلوچی و یه تباسات هم دک ما یادگیریم در ملکا هم هستن و شاید مشکلاتی هستند که مثلا بهش جامعه ها نتونی مثلا بتا دی ما بارت هندیگا هم پدا ماش ما پدا درگیری یک دیگه ایدئولوژی مثلا برای ملت لوت خلافت جور بکنه لات لوت مثلا حکومت سنی جور کنه بیتن لات لوت مثلا به شکل دیگه مثلا لوت مسائل بلوچستان به شکل مثلا کامل حل بیتن یا یک محدود حل بیتن شما هم مثلا مسائلیت کردنگا مثلا تا چه اندازه پدا مرتوتشان یک جای بیاریتن تو واسطش بکن که مشون تجربه و شکست پدا که ایران نگاه پدا ضعیف بودن ایران نگاه شرایط انقلاب هم نه یعنی انقلاب زمانه ایران حکومت برای قدرتی هست یک ارتشی قدرتمند هستی و یک اعتمادی مثلا گشتین بین جامعه و نیرو هست ایران هندگی شرایط مثلا برگردید با شرایطی که قاجار حکومت بین روا گرفت یعنی اختلاف درونی اجتماعی تا ایران هنچو بازن که بارین کی بوارتین دیگه موجود من خیلی شرط اگر ریم نشان باری مثلا اگه بتونید یکم توضیح بده چطورکا بود که شما مثلا ودا نتون چه استفاده بکنید چه مسائل مثلا خب آوادی کردان بلوچان ترکان عربان با هم دیگه ارتباط نیست مثلا کنگره ملت ایران فدرال هم نیست و کردان واسه کار کو ترکمان هم واسه کار کو اگه جای نرسید هنوز امکان هست تو ایدا مثلا چطورکا شما بتونید کار بکنید و خب همین مثلا برنامه‌ای که شما باید مثلا تایز مردم دیمه برای که اتحاد ملی جور بی و مشروعات پیش قراول بودیم و در واقع از مردم جور به یک مدنی برکتی هم بوده تا دوران چون برال مشروع به عنوان بلوچ تو که کردام کار کنه و ترکام کار کنه و ترکمنا و ترابا و نقش موثری بوده تا یه سازمان مثل کنگره ملت ایران فدرال جور به و دارگا و زمانی که از شهر بوده خب ما مثلا همین که دیسه 2003 مثلا یو ان پی رو و کنگره ملت ایران فدرال یعنی درو تقریبا 2003 2004 2005 دورانی که بس هم شتولتشی اگر ریم مثلا ایشی باره برای ماش محبر بکنیم بهتره
موضوع مثل رنچ انقلاب اتفاق کرده گوهندگان ما شد تمام دوران رواگی پدا در ایران اعتماد هستش کابی سلامت به البته مهربانی شما نباشد. البته خب ایشی گپی که قرار این که رنچ انقلابی کنگا که اتفاقات گپتگو گوهندگین شرایط چون هنو هم ما دیگه رنچ انقلاب با این که هستیم و می هدف برنامه ایشی بوده که یک توضیحی یک چمشان که در یک بیبی که قبل انقلابا پرچه که بازی مردمی چو می نسلاین هنو ما انقلاب هم ندیده ما حکومت پهلوی و هم ما ندیده نو ما را بلکه آگاهی مبیت چه حکومت پهلوی باریا چون بازینی هنو خب آیا شهر پیش داری توشی نه خب چون یه ملا خرابان گوره شهر بود تگم و ما صرف گشتر هم اتفاقا گپ همشیت که آی باره توضیح ده یک بیبید که بلوچ بزگی کلن چه پهلوی حکومتی باره بونگیج کنک بوده و تهنو هم دیما را بگه و حتما ما شما ایشی که انقلاب رند چه اتفاقاتی بوده بچه ساسا بوده و چطور که کنک بیبی یه باره هم گپوتران کنک بی و جا عبداللطیف شما دست برزی البته من جستی هسته چشمه و مهمان مهندس رحیم بندویی ها بفرما بله بحث که بعد از انقلاب منی قبل از انقلاب جست کنم که علت استعمار انگلیس در بلوچستان چی بیتا و چه نفی برتگی دومی شکل آیا تنها انگلیس و یا پهلوی و شاه باعث عقب افتادگی بلوچستان بیتگان یا می ملا هم باعث بیتگان که بلوچستان عقب کپیته مهربانی شما سلامت منت مهربانی امیدم که واجه رحیم یه سوالا یادداشت بکنم یه دیگه واجه هم دستش برزند من گوشون که گپ بکنن تو رنده گورا همزمان ما شما پدا میکروفونا بدن آنگو فکر کنم بهتر بی بلکه بازی سنگتی سوال هم مرتبط ببنده واجه زین دینی بفرما من تی میکروفونا پچ کنم ظاهرا اوکی پچین من صدا بیاداگیم جی ها بفرما وجه با سلام و شاباش درستگی سنگتان که دیوان شرکت کرد ما یکمال که دیر رستم باز موضوع سرا به صلاح واقع نیم چی اول بیتا چی اول نمیتا ولی گفت شکش موضوع پیسه دیگه نه که اعلام بیتگه در رابطه با تاریخ حوادثی که رند انقلاب و مخصوصا اتفاق کردن جنبش بلوچستان و مثلا چه موقعیتی تو کار چه مشکلاتی پیدا کرد. ما اینا لطفاً پیشنهاد بدیم که گپ بگین در رابطه با تاریخ بلوچستان حالا تاریخ معاصر بلوچستان یا قبل از معاصر و مخصوصا بعد از انقلاب سال 57 در رابطه با جنبش بلوچستان ما لطفاً پیشنهاد بدم که اگه نرال تاریخ حالا معاصر و قبل و بعدی بررسی بیدیم باید دید انتقادی بررسی ببین یعنی نقادانه ببین نقد کنه ببین چون ما صرف مطالعه تاریخ راگوشا هستیم ولی گشتر احتیاج به یعنی نقادی هستیم یعنی ما برای یه مراحل مختلف در واقع مثل بی کلا مانتا یعنی سریم بی کلا مانتا ممکنه این گشتر نقش میواتی که ما نتون تصریح بزنگاه سری پیچهای تاریخی آواتی نقشا درست صدا بکنیم در نتیجه گنده در تقسیمات منافع یا بحر کنه و به هر حال ما باشیم برکنه ما نتون استفاده بکنیم یعنی چیزی میگیرانه یاد کرد مخصوصا بعد از انقلاب یا همه بوره سال 50 به بعد ما اینا هم نتون نقشه بازی بکنیم شرطی القاطی وقتی پیش بداریم که بتونیم به قول سهمی چه تقسیمات بگیریم بخصوص جنبش چپ که معنی در واقع اکثرشان جوانانی که حزب مردم یاد گروه های دیگه هستن که استقلال لوٹن سپیدران لوٹن
شما باید یک به اصطلاح نگاه نقادی ببینید گذشته ما این گذشته بدون نقد فقط مطالعه بکنیم در اینجا ما نتونیم درس بگیریم، نتونیم پدایی بزنیم با آن سرا پیچای تاریخی سرا پدا نتونیم وقتی نقشه و وقتی رولا بازی بکنیم یعنی پدا کسریم بی کلا مانید. من تقاضا چه مثلا آقای بندری و مثلا ناصر میشین که با یه دید در واقع ما یه حوادث ها بررسی بکنیم مثلا و تی نقشا باید دیده نقادی و نقدا بسیار باید دیده انتقادی بتونیم بررسی بکنیم که بتونیم چه ایشان درس بگیریم، بتونیم در یه مثلا ما در شرایطی قرار گرفتیم. من فکر کنم وقتی هم بازی نیست ممکن هر آن یا جمهوری اسلامی نظام ایران یا کل ایران تلاشی پیش بیاد ولی وقتی ما را آمادگی نیستیم یعنی پدا هم مشکل هستیم بلوچستان پدا بس کلاهی بی سر بی کلاه بکنیم. در نتیجه ما باید سری و سیر بتونیم گذشته وطن نقد بکنیم، چرا با نقد کردن گذشته وقت درس بگیریم و تا آماده بکنیم و برنامه ریزی هم ببینیم یه رنده بتونه آمادگی هم ببینیم که وقتی نقشه درست بازی بکنیم و استفاده ببریم. هر حال ممنون سلامت به و جزایندین. نه اتفاقا یه دیوانانی برجم داره که یکی هدف آگاه رسانی که هر زمینه یا که میں بلوچ راج واسطہ درد وار که بتونه وتی حق و حقوق بزانن و آیان دیما ببریم و کلن یه جلسه که یه موضوعی سرا بوده که بلوچستانی سیاسی حالاتی که بودتگند چه حکومت پهلوی زمانگا و چه انقلابی که بودتگ و هنوگین وحده اشی خاص همین چیزایی که ما بچاریم که چه اتفاقاتی کبته چی بوده و چه ضعفانی میں بلوچ راجع بوده که بتونه آیان نقد بکنین کلش میگه که هنچو شما گوشت و سکم شکرین و تی ضعفان بزانی و دیم رنده دیگه پدا تاریخ تکرار مبید تو اشتباه کنگ مبید بتونه و تی کلش میگه ما بزنگای سرا و تی حقا و حقوقا هم بگیریم. باجه شهریار شما دست و تی پدا برز کتا بفرما. سعید جان باز منتوارم پدا ما بلوٹا گپ بجنا منی والا دیدگاه اشیند که ای برنامه که ما شما اشتا که هر کس تونه ہوتی دیدگاه مطرح بکن. منی نظر اشیند که غرق شدن در تاریخ و گذشته هیچ کمکی به حال و آینده بلوچستان نکنده. البته نگاه اجمالی به تاریخ ما را پیش داریتی و ما را درس دانتے که چه اشتباهات ما در گذشته کتات و این اشتباهاتان دوباره ما تکرار مکنه و همیشه واسطه من بلوٹا چی طرح دستبندی بکنه که ما شما باید وقتی برنامه ها طوری انجام بدیم که یک قسمت نگاه به گذشته ببینی و یک قسمت نگاه به آل و آینده بلوچستان ببینی. یعنی وقتی که ما شما گوشیم که ما شما سیاست گپ بجنی، سیاست یعنی ارگنایز کردن، سیاست یعنی سازماندهی کردن، سیاست یعنی تو بلوٹ اگر بلوچستان بیبیتی که بلوچستان آباد بیبیتی وشیم بلوچستان بیبیتی که پیسرا نبیتا هنی بلوٹی بیبیتی آینده بیبیتی ما شما باید راهکار بدیم و اگر لکچر دیکھ سکس را آتی مانی بلوٹا ما شما در مورد بلوچستان گذشته گپ بجنا که چه اتفاقاتی میسر کپتا و ایران چه ظلمای میسر کتا حکومت چه ظلمای میسر کتا چه پهلوی بیتا چه قاجار بیتا و چه وستگی حکومت بیتا چه سر میسر ظلم کتا ای کمکی به حال و آینده بلوچستان نکنه. البته من منکر این نه که ما شما باید تاریخ یاد بگیریم چون تاریخ یک بخشی از سیاسته. البته تاریخ تمام بخش سیاست نہیں اشیا بعد ما شما سکنی باید بزانه. البته این منی انتقاد یک انتقاد سازنده یعنی انتقاد نه که خدای نکرده مردم فکر بکنند که تخریبی بیبیده نه اصلا چون که ما شما باید یک قسمتی اختصاص بدیم به کسایی که مثلا به عنوان مثال ناصر بولیدی که گپ جانتے یا
ارزم به حضور رحیم بندویی که گپ جنته در مورد تاریخ، چونکه شما کارا آسان تر کننده، چون منی که به عنوان مثال در مورد تاریخ فقط یک نگاه اجمالی من هستی، من نلوتا غرق در تاریخ گذشته ببینم، بله من بلوتا در حال حاضر و در آینده حال حاضر بلوتا یه راهکارایی بدیم که بلوچستان واسطه مستمر ثمر ببیننده. یعنی ادا منی گواجه ناصر گواجه بندوی کار در واقع مکمل هم دیگرن. پس ایشی واسطه بعد ما شما شک باز دقت بکنه که آقا مرچی ما تاریخ در مورد گپ جا بلوچستان سرش ظلم بیتا، آها شما راهکار چیه؟ ما شما باید چی کارای بکنه در حوزه فرهنگی، در حوزه سیاسی، در حوزه اقتصادی، در حوزه فرهنگی و غیر و ذلك. به عنوان مثال یکی چی مشون دوستا ای گپ جات که لات بلوچ هستن که در قسمت بالکان اروپا او دا حسیر مانتگا، چون این یک قسمتی از کاری که ما شما بلوٹی پا بلوچی حق واسطه بکنی. اگر ما شما مروچی جمع بیتگی ادا وقتی وقتا ای کنگی ما شما برای پیشرفت بلوچستانت کنگی ادا که ما شما چی راهکارای بده، چی ایده بده، بعد ما شما چطور کریاتیو بده، یک ابتکار میں تو کا بیبیتے کہ ہنگے بلوچستان کے ہستے این ما بیتے بعد بهترین بلوچستان بیبیتے. صحیح جان ما اشیا بلوچ چی طرح دستبندی بکنه که اولا تو تی وقتا ای تیما با که تو آدمین هسته اشیا باید در چیای مختلف با تقسیم بندی بکنه، گذشته در مورد گپ بزنه و همچنین راهکار بده، چون ما دنبال راهکاره، ما دنبال بهتر شدن بلوچستانه. و اگرچه ما بیاین در مورد گذشته لکچر بدیم، ما وقت دوتونه گوگل بجانا سرچ بکنن در مورد بلوچستان یا ایران چه حکومتی ظلم مثلا تو ساجی چیزا من دوست کانتی بله راهکار چی آها نو مارچی اندیگه تیما ماشتونه ببخش من یک دقیقه فقط شهرجان وقت 4 دقیقه مشم تمام بوده من الا یه دیگه نپراتی که دست اوکی باز منتوارا اوکی منتوارا باز صحیح جان سلامتی من گپ تمام بیتا مهربانی تی اوکی البته یه گپی که تو کنگه دقیقا چی ما یه گپ هستیم که ما تا وقتی پشتا مزانه دیم واسطه برنامه داد نکنیم و دقیقا درست داد نکنیم. اولا آزانگ بی گوره اشی هم بی میں پروگرام اشی اولی هم نه آخری هم نه و ماشون دیما بریم و همی دابی که تو گوشت اولا ماشون اوتی شرایط بزانی رنده گوره دیم جلساتی که هستن ماشون اوتی موضوعات بر اساس شرایطی که انوها انتخاب کنین و دیما بریم. سنگت جانزی سعی جان یک لحظه فقط چند ثانیه 10-11 ثانیه خوب من طلب بلوٹه شیعه به شما جنبندیه ماشا که ما شما باید غرق در گذشته مبین. البته ما شما از گذشته بی غافل هم مبین ولی ما شما رو باید راهکار ببینیم برای حال و آینده بلوچستان. ما امیدوارم که آفرین دقیقاً همشون من کنگو برنامه هلگ همین چیزه. سنگت جانزی بفرما. زندگ باته منم سلام و درود عرض کنم خدمت شما دیوان بانوکو واجه و مخصوصا واجه بندوی و خوشحالم که سنگت شهریار بعد مدت‌ها دگنده و امیدواری که شهریار جان مختلف میدان پد دگنده. بعد من دوتا پیسر چه باید جستایشه بگوشه که تاریخ سیاسی و حماسی یک جامعه یک 100% نقش هسته که جامعه به سیاسی کار بکنه چه که مثلا یک جوان یا یکی مثل من که مثلا لوتی یک کار دو که به 100% تاریخ و تاریخ حماسی بنی جامعه و تاریخ سیاسی جامعه تأثیری ارکنه که من انگیزه بی فعالیت کنه که تاریخ بخشای مختلفی هستن ولی یه بخش چه تاریخ من نظر لازمه که سنگتونه که تاریخ بزانه گشتر انگیزه بی فعالیت کنه. بعد منی جستشه که برحال یه بی‌ثباتی ایران تو که پیش شد که بلو چه فرصتیه که برحال باید حاکمیت بگیرن چه خود مختار ببن یا چه مستقل ببن. مثلا اواخر دوره پهلوی یا اوایل جمهوری اسلامی یه بهترین فرصتیه که بلو چه از دست داد. منی جستشه که واجه بندوی شما انی وضعیت چطور گندگاه اگر انی یک بی‌ثباتی ایران تو که پیش بید برحال حکومت عوض ببی یا تا مثلا وقت سر سامان بداد یا مثلا همین دوره گذار تو که وضعیت بلوچانگاه
مثلا چه اندازه اگه انتگاه آیا بلوچ توانه وقتی قدرت به دست بگیرن، مثلا از مردم بلوچستان، جنبش ملی بلوچستان یا احزاب دیگه گروه‌های مختلف که هستن، اشانی قدرت شما تا چه اندازه گنده؟ آیا مثلا باید خیلی توانمندتر از یکی هستیم ببین، یا انی ما شما به نظر تو شر دیمات که رضایت بخش بیتمشین عمل کرد؟ ایش واسطم اگر توضیح بده شما منتوار من رو تو باز شما وعده بگیره که من یه واجب اندوی خبرگانی که موقعیت نرسه که اینگشتر مهربانی تی جانزی سلام. من هنچ باز باش که سنگ جانزی باوتی گپ کوتاه کد. البته واجه رئیم من پیسر چشی که میکروفونش به دستا بدهم، شما ضرور دیم جلسه پدا گمارا گونی و ادامه یه موضوع ما شما دیما برین و چوش که جایت همه گوشداروکان هم مشتاقن تی چیزا و مواد هم لطفاً که یک دیوان دیگر هم شما ببینید و یه موضوع ما شما گشتر پچ بکنیم. پچی تا هنوگا تقریبا گوشک بیتیم که ما یک نگاه تاریخی صرف حکومت پهلوی باره کد که تا هنو که رسید به انقلاب. خب ایشی گپتران ما شما کتن و نو مهمترین چیزی دوران پس از انقلاب تو هنچوش که سنگ شهریار را هم گوشت، شرایطی که هنو هست و راهکارانی که باید ببید و ضعفانی که بلوچ تا هنو اگر بودتا شام بر چه اساس ما شما بتونی برطرف بکنن و بهتر بکنن که آینده سیاسی بلوچان به چه صورت بتونه شرطرین حالتا دیما ببرین و حق تعیین سرنوشت مشمه وقتی دستا ببید که هر داخل برسین. اوکی من میکروفون دانشم دستا 13 دقیقه شما رو وقت ها و بچارید که چطور کتونی یه سوالاتی که چشما را کنک بودتگن جواب بدهی. منتوار برای منتوار چاو پایل کرد منتوار چاو واجهانی که جستش کد کمتر جست نتن گشتر ازار نظرتن هم ناصر جان در واقع لورتی بگوشی که ما شما بهترین در مورد وضعیت هنونگی این حالات ها گپ بکنیم، ولی بیال مکنه اصلا پیشی رنده که یا طبق اعلامیه و بیانیه که به یک بوده از طرف شما سری جان شوته که در مورد سیم بخشان گپ جنگی فیل که ما یک لحظه این میکروفون بنده و دقیقا هم شند و اصلا اراده همین چیز بوده که ما یه صحیح موضوعاً سرا گپ بکنه. حالا چین چو طول کشید چون جلسه طول کشید منی وقتی اصرار اصلا کلا همشی بوده که باید گپ کنک ببید و منی عقیده شین که من هنگتم گشون با لاز که شاید لحظه سنگتا شیه موافق ما بند که تاریخا نه ما تا مزانه می سرا چه مشکلاتی چه بلایی زیاد که نتونه وقتی آینده پشر یاد بکنه. هنو برای من انتظار هست ببخش نرسید من انتظار هستم که در واقع جستان حول حوش دوران اما حکومت پهلوی من که بلوچان اوضاع احوال و مسائل چیتن سورکا بودن دقیقا اما نکته‌ای که واجد زندینی مطرح که باید به شکل نقادانه چارک بیبی من انتظار شد که این جست و پرسان نقادانه به من که مردم بتون با یک نگاه انتقادی و نقادانه اما دوره‌ای که من کوشش کد البته من عرضم کد بیشتره که برای ذهن وقتی که چانس دیگه یک نیمه گه بلگره گنده که دیگه جاله که نمیتونه رو دیگه جاگان سر بیتونه سیتویشن به همین خاطر من دستور می کوچه که بگرده با به همین دلیل شیطک مهمه که اگر چنانچه ما با نگاه نقادانه اوتی بستگی حالت مزانین چی بوده گذشته اوتی مزانین که چه مشکلاتی ما رو بوده و می عیب ایرادان چی بودن تو کجا بودن به اوتی نقص و نقصان چی بودن چون طبیعی است که ما نه تنها چون نتونستیم در دوران انقلاب 57 تنچو که دا من حالا جانزی بود مسئله که ما وقتی یا شاید هم شهریار است فکر کنم که ما چه دست داد از دوران انقلاب دقیقا برگردی پیشی که ما اصلا کیتی هستیم با که ما نتوانست بگیریم
یا بگردی همین قضیه ما پچی چه دست داد اصلا به دلیل که آمادگی نه، پچی آمادگی نه میدانه که باید برای بگرده جوابان در بگیده که پچی ما چه دست داد نتواندیم. به دلیل کوشش کنک بود که یک چمشان که در دورانی تا نوم برسیم به دوران مرحله انقلاب که مرحله انقلاب تا چه سیرانی بودن، مشکلات چیه تن دقیقا اتفاقا نده باید همین مسئله چارگیری که پچی این دورانی تا که انقلاب بود انتظاری که مثلا بلوچ محلوک هستد، بلوچ روشنفکران هستد، به جایشی که با آن نتیجه که انتظارش هستد نتیجه عکسی داد، به جایشی که یک شکلی مشکلات بلوچ کمتر کنک با رسته پا جاگایی که مروچ هنو بلوچ و به جایشی که چونگنانش بیر بیر راوتی جانان دیگن چه بین برگن دوشم مجبوره دل اجباره. نو به همین دلیل من اگر بلوچ های چند دقیقه دیگر که هستم توشم واجه تاج محمد برای پیشنهادی مطرح که شما مطرح که واجه عبداللطیف جز کنه که علت استعمار انگلیس چی بوده و چه نفعی بردگی یا عقب ماندگی ما بلوچان آیا به دلیل سیاست های استعمار انگلیس و نظام و دولت هایی که حاکم بر ما یا ما بلوچان وقت اینچی برای یک جست این بلوچ مردم شید در گب بکن و یک کتابی بید کلی وقت لگید شد خیلی مختصر بر اساس برداشت من هست بلوچان بکنانی بلوچستان باشه بعدا هم بحث کردم یه باره و من یاده که دفعه قبلم سنگت ناسیم بحث هم شد که آن موقعیت استراتژیکی که بلوچستان هست توضیح دیگه که اهمیت چی بوده و چیه و گندگی این که هنگت همه موقعیت استراتژیکی که همه وحدی انگلیس در واقع سرپد بوده و تمام تلاشی همشی است که در اسرع وقت بیت بلوچستان قبضه بکن یک شکل به هر حال دست بگید و پس از اینکه دست گرفتشان چودم بتواند هرچی سریعتر و برسینیدم به سنترال آسیا یا آسیا میانه که چه نمیگه دیگه هم روسان در واقع در حال حرکت هستند که بروند و آسیا میانه و دستا بگیرند و بدارند ایشان. یعنی یک نوع رقابت هایی که بین قدرت های جهان هست متاسفانه بعضی وقتا آیانی که ضعیفن قربانی بند و چون بلوچ مقاومت کو در مقابل انگریزان که نهیشتن بیت و نهایتا رسد به جاگایی که من چون اشاره کو پیسر هم برحال انگریزان نهایتا وارد قراردادی بودن چون پایان برنامه‌اش مهمتن برنامه دراز مدتش مهمتن که شرکا بتوانند و تر برسینن به آسیا میانه و تنها راه گذرشن همین بلوچستان که موقعیت استراتژیکی ما همیشه داریم کیسه کنیم گوشینی که از نظر استراتژیکی بلوچستان واقعا یک نمونه بی همتای این نگاه بلوچ بیچاره به دلیل ایشی که توانت اقیانوس هند وصل بکنته با آبی بخش خشکی جان برو برسی به قطب برو برسی با هنگو سیبری منطقه آنگولانه برو وصل بیتشان برو هنگو منگولیا و نظر مغولستان بلوچ وصل بیتشان یک بخشی عبداللطیف جان همین مسئله است که انگریزان متاسفانه گشتر صدمه که ما شما الان ورگینشان به خاطر نتیجه برنامه ریزی ها یا سیاست های همه دوران این قدرتمندان جهانی که نهایتا لورتش بالاخره چون که کردانش چند جاگا کو بلوچانش چند جاگا کو عربانش چند جاگا کردشان این همین داستان است که ماشما هنگت همان در واقع نقص و تاوانان پس داریم چک نمیگه دیگه بازم همین استعمار انگلیسی داستان است که مشرقی بلوچستان و استقلال دست داد بعد از اینکه پاکستانی زایاییم چه شبه قاره هند پیمی کد دیستی که کسارن فقط یک بحری چه 50 بود چون زانتی که بالاخره بنگلادیشی که فرسنگ ها دور است دیگه در دریا هم رای پیاسن که پوز بروبرسی توشان آیا اصلا یه داستان دیگر این پوزی آیا جداگانه چون بدارن که چه دستی بدن که دستش رفت ولی در ارتباط با همین مسئله پاکستان است که بلوچستانش بالاخره قربانی کد یعنی انگلیس در واقع قربانی کد و میم ناتوپاکی هنچون که هنگت هم ما ناتوپاکی ما بلوچ هنگت هم ناتوپاکی متاسفانه چه مشرقی بلوچستانی بگیره چه مغربی بلوچستانی بگیره و دقیقا دشمن هنگت همه بازی و لیبانی همه وعدی کرتگنتی که جنگ بین نظام گروه های مختلف بلوچ بده وعدی اگر نامش گروه های به اصطلاح طایفه و قبیله هست هنگت هم برحال
دنبال کشی همه جنگای طایفه‌ای قبیله‌ای و نظام من مسترم تو مستر هنگت هست و هنگت هم بلوچ راست صدمه گندگیم بخاطر همه اختلافات قبیله‌ای و طایفه‌ای و نظامشان چون سو استفاده بوده. در این حال در میان روشنفکران و آیانی که به هر حال خارج از مسائل قبیله‌ای طایفه‌ای داره مبارزه کنن پیشان، چون ما هر چی بکنی هنگت همه تفکر هنگت همه فرهنگ می ذهن تا هستن. یعنی حتی ما مسائل سیاسی ها مسائل تشکلات سیاسی هم هنگت چاشنی قبیله گرایی به یک شکل بالاخره هنگت لمس کنیم گندینی که هستن پیشان و اشانند که ما باید درس تاریخی بگیریم. بلوچستان ویتی آزادی دست داد به خاطر سوء استفاده که دشمنان همین مسئله اختلافات بین سرداران و بین طوایف مختلف و قبیله‌های مختلف انجام داد و متاسفانه دامنش چتک همه فرهنگ هنگت همچون کشام ببید ادامه بدن ودی بکن هنگت کم هنگت الان هم داره همه سوء استفاده کنه که دشمنانی که همین هنو هستند همو بودن و در این حال فرهنگ تحماها هم هستند. ما باید وقتی شود ایشی انتقاد بکنیم بچی که بلوچ متاسفانه هنگت به عنوان برخلافشی که ما الان جار جنی ادعای کنیم که ما یک ملتی درسته ولی چون ما را گوتی دولت نبوده که ما تبدیل به شهروند دولت ببین هنگت به عنوان گرفتار همه مشکلات قبیله و طایفه‌ای هستیم با هم دیگه کیشی وقتی انعکاسی در درون ماها در درون تشکلات مختلف سیاسی پیش داری به همین شکل. اما داستانه که تا من نکشته اعلام نیم در نتیجه من سخن خیلی کوتاه بکنم. نقش بسیار زیادی عبداللطیف گوشگان که آیا مثلا می یه دیگه اخشار مختلف نقش بودشن بچه هیچ چیزی وقتی نتوان دور وقت یک خطی بکشیدیم و بگوشید که من تاثیر دور اطراف نبام غیر ممکنه. ما شما زبان بلوچی در نظر بگیریم وقتی که همسایگان تاثیر گیت و تاثیر هلیت بدون شک جامعه بلوچ از نظر سیاسی هم از نظر فرهنگی هم بالاخره لین دین کن گیت و دن. وقتی که در داخل بلوچستان من دارم این مسئله سرکا مطرح کنم وقتی که شما جز مطرح کنید آیا مولانا هم نقش بوده یا نه چرا همه چیز در حال شدنه هیچ چیز به شکل ایستا و در حال بودن نه. متاسفانه ما شما تمامان که جزء ملت بلوچ ببین قشرها مختلف هستین تماما قربانیان شرایطی هستین که چه قدرت‌های بزرگی در نظر بگیرید چه نوکران قدرت‌های بزرگ خود سرماشما سربار حاکمی شکوفشان منظور حکومت‌های مرکزی نظام پاکستان در نظر بگیرید حکومت مرکزی ایران در نظر بگیرید و نظام افغانستان جدید در نظر بگیرید اشان وقتش چمش دیگرانی دستین دستورانش آیادگران باید بگیرن چی بکنن در این حال حتی ما هم در واقع دستور داریم چی بکنیم چی بکنیم. منظورش اینه که بچه فهم نقش بوده تا عقب ماندگی بدبختی هستندشان روشن فکرم به یک شکلی نقش بوده سر این مسئله مولای بلوچ هم نقش بوده سر این مسئله سردار بلوچ هم نقش بوده و خان بلوچ هم نقش بوده سر این مسئله به شکل یک کل یک واحدی بلوچ بیچارینی ماشما به عنوان یک واحدی قربانیان به هر حال زورگویانی که سر باشن حکومتش کده و حکومت کنه بشن اشید که ماشما را آگاهی و سرپدی لازمه که وقتی نقاط ضعف در بگیرین که چیه همان نقاط ضعفی که دشمنش هم سوء استفاده کنه باید کوشش بکنین که نقاط ضعف تقویت بکنین اصلاح بکنین ترمیم بکنین چطوره که الان به هر حال راه و روشان سکبازم شورنه راه نیست روش هم نیست و خوشبختانه الان چون که عرض بود پیسر هم الان ابزارهای آگاهی رسانی واقعا سکباز بودن هرچند که گوشن الان جلوی آسانسورهایی که به اصطلاح حکومت‌ها قدرت‌ها لورتگش بگیرن پیشن الان محدود کنک بودن به خاطر این ابزارهای اطلاع رسانی میشن. به همین دلیل ما شما روشنفکران بلوچ دارای هر نوع تفکر سیاسی که ببین اگر مسئله محوری ما ایشی ببینید که چطورکا بلوچ و بلوچستان یک گام دیماتر برو حداقل بتوانی وطاره هماهنگ بکنی که گام بعدی چطورکا چسکنک ببین نه ایشی که یک دفعه مثلا به الفاظ من بگوشم نه تا این تشکل یا این گروه که الان فقط لوته یک گام دیماتر بروه در صورتی که ما رو 10 گام دیگر نه من لوته الان کپ کنم برام و 10 گام سر برسم این که 10 گامی برای یک گامی به قول معروف مشکل فهمه که
و یگامی هم به یک شکلی در مقابل مشکل پیدا کرد. بنابراین ما روشنفکران بلوچ، ما مبارزین بلوچ که خوشبختانه الان پس از گذشته نظران 14 حداقل دست آوردهایی که مروچی میتها می رهبران مذهبی مولانم درکتن بشه ما اول بلوچیم گرد مسلمانی. قبل از اینکه اسلام بیاید بلوچ وجودی بوده، در نتیجه ما اول بلوچیم بعد مسلمانی. اینانند که مسئله اصلی اگر چنانچه من بلوچ نظام کوتاه به هر شکل حساب کنم، به هر گروه حساب کنم، شان از نظر ذهنی، فکری، سیاسی می مولا هنچو به همین شکل تفکرات مختلفی که در درون می به اصطلاح مردم عام و عوام هستند توشان. اگر چنانچه ما تمام ویتی هم و غم ما بلین سر این نکته که قرار بعدی برای ما چیست که ما بتونیم یک گام به اهداف نزدیکتر ببینیم، در این حال تحمل همدیگری هم ببینیم و خوشبختانه حداقل درسی که در این دورانی که قدرت‌های جهانی لوتت از دین و از مذهب به عنوان ابزار وسیله استفاده بکنن برای اعمال حاکمیت و در منطقه برای همه منافع ملی که برای وقتش هستشان و رسیدنش به یک جاگاهی که رسیدنش پیدا که بالاخره گندین که نظام طالبانی در افغانستان جور ببید، شیعیسم صفوی در نظام ایران جور ببید، نظام بعدی هم بالاخره با شکلی که داعشی و نظامشان جور بندشان. اشان الان یک درسی بودن برای کل جامعه بشینید، فقط درسی برای مسلمانان منطقه نه، درسی برای کل جامعه بشری و همچون که جامعه بشری قدیمان هم دست گرفته باشین. این که ما هر کسی باید این باور این ببیتیم که عقاید ایدئولوژیکی و عقاید مذهبی واسه پوات بداریم. به همین دلیل که الان شیبونان یک درسی بوده برای جامعه بشری که باید ایدئولوژی و دین و مذهب از قدرت دولتی جدا کنک ببینیم. به عنوان اهرم‌های دیگری به آیان پواتش که چطور که توانند نقش بازی بکنند در آن جامعه، اما در این حال به عنوان ایشی نبند که بگوشید فقط نظر این خط فکری ببین، فقط این ایدئولوژی ببین یا فقط نظر این مذهب ببین یا این گروه ببین. بچه که ماشنا الان دیگه لمس کرده وقتی دیگه ضرورت این مثالی آره دیگه چی بگن. برای خوشبختانه الان من فکر کنم امیدوارم سک باید شیطان برگردی به یک نوعی به پاسخ سنگ جهانزیرم که همین مسئله مطرح کردشان. امیدواری سک بازند در این مسئله که بلوچ نهایتاً بالاخره به یک جاگاهی وساره در حرکت بعدی که پیش بیاید برسید، اما دارید دیر بید و به همین دلیلشی به عنوان یک نیاز مطلقی الان، یک نیاز مبرمی الان که همبستگی هایی که ضرورت هست بچه کس ندارم چه اتفاقی که چی بوگن تو چی پیش آگه. حتی همین مسئله کرونا هم که الان مطرح به عنوان یک فاکتور تعیین کننده تون در فعل انفعالات تحولات اجتماعی ببینید. بنابراین بسیار ضروری است که واقعا ما به جای یک بار بلکه 10 بار منیم فکر بکنیم و دوباره طرف هوش بریم چی بکنیم که به جای این تفرقه ها و گروهی ها یکی وطاره مذهبی و غیر مذهبی بذار، یکی وطاره نظام استقلال طلب بذار، یکی وطاره فدرالیسم بذار، یکی وطاره خودمختاری طلب فلان بذار. ادارند کشی سخت مهمه که ما بتوانیم روی یک حد اقل ها تبدیل ببینیم به یک قدرتی. تا زمانی که متاسفانه کار شکل نگی، این راه رهبر شکل نگی، نه ما تبدیل به یک قدرتی بی و نه قدرت های جهانی هم حساب کنن سر میخواسته ها. وقتی که اگر بار این توان نبی باندا دور آمیز میزی که نندگ و مذاکره کنگی بیتیم برای حل مسئله پیش دارگی بر اساس ایشی یا بحر کنگی بر اساس ایشی هر کسی یک که در چه جایگاهی و چه قدرتی هست. دلیلی که در دوران انقلاب بلوچ هیچ نرسید، کرد هیچ نرسید، نظام یزگرادگان هیچ نرسید، به دلیل ایشیت که قدرت یک دفعه دست یک قشر خاصی از جامعه ملت فارس که برای ما بخش شیعیزم نظام صفوی هر چی نامی بلشان آیان کفتشان و آیانه که بالاخره نهایتا بردش پیدا نشدیم که بلوچ یک دست یک عبرتی برای جهان بودن که چی کنک باید ببید. در صورت من فکر کنم که سلامت به وجه مهربانی من یلا ماشمتونه شیا گشتر دیم جلسه پچ بکنی و اصلا رنچ انقلابا و تحنگی شرایطا و چی باید کنک بی ایشی باره گشتر ماشمت دیم جلسه گپ کنی و سک مهمه
و ما شما باید ایشی برای اگر منطقه هم سنگتان وقت همه هستن نیاز بگنده 1 جلسه 2 جلسه و دیگه مهمان هم دعوت کنه کسانی که زانند و لوتان گپ کنه دا یه موضوع سرا سک شرین و گشته دیگه بابتا ما شما موضوع پچ کنین و بچارن که چه کار کنگ بیت هنوگی شرایطا و چی کت کنه که بلوچ راج چه شرایطی که هستین در بیه و بتون تبتی آه حقوق بگیری. من یه واجان که دست برزین من نفری 1 دقیقه وقت دارم که اگر تو نوتی گپا بکنن تو ما شما دیگه وقتی دیوانا ببنده. من نتوار بون وجه شهریار بفرما. سعید جان آنچه که من پیسر عرض کتی خدمتا ایشین که سک مهمه که ما شما مناصرانگو هم قابلیت و جناصرانگو که ما شما تی برنامه که مزیدتر شروع بکنی و اگر چنانچه مقدوری ما شما بتونه که 1-2 جلسه که انی کرونای ایران تو که حکومت کمال سرگردانه ما شما تونه چه فرصت استفاده بکنی و گشته مردمی چه اودا باهر بزیری. یک مسئله که واجه رئیم بندوی مطرح کد ایشی که واجه کار گفت که من چون من متوجه بیتا ایشین که ما شما البته در چلوتا که 1 دقیقه گشته من وقت بده 2 دقیقه یا 3 دقیقه نه گروه نهایتی 2 دقیقه گشتر من دیمه جلسه سیجا من فکر کنم شهریار جان بلین که به عنوان مهمان ببید که بتونت واش دلم عالی کنه. من سنگ شهریار حتما 1 جلسه دعوت کنم به عنوان من ندوارم تی رحیم جان من ندوارم تا لطف هسته. یک چیزی که واجه رحیم بندوی گپان چه من متوجه بیتا ایشین که واجه رحیم بندوی ای گپ جات که سکولاریسم گپی جا چون بعض موقع آدمای سیاسی یا گپی جانتے آس حجی چیزاں کول مردمان کے شسته و رفته تی خدمت ندیان که تو باید وقت بگیری یا چیزا. من ایشیان کو کاملا موافقم که ما شما لاتی بلوچستان تو کا بلوچستان حق تو کا ظلم بیتا لاتی برگردی به موا بلوچ مردما و لاتی برگردی به حکومت مرکزی متوجه ما شما تونه آ چیزایی که کاستیایی که بیتا ما شما جبران بکنه وتی زانتن کو اگر نازانتی ہے میں پتا میں پیروکا میں واسطگی مردم انجام داتا خب ہنی با توجہ بیشی کہ علم بلوچستان تو کا دانشجوئی کے ہستے تحصیلاتی کے ہستے مارا ہیچ کمی ہے چه کسی که تهران تو کا زندگی کنه که هیچ نیسته. به عنوان مثال کسایی یک سری از کسایی که در خارج از کشور هستن دکترا وانگا یک پیج شرط کوتا آنلاین اسکول انچه چیزه ایژوکیشن در مورد که من یکی از رفیقای من دوران قدیم 70 رو دینی هستی ای تو کا و این نشان دانتے که معاشما تونه چه ای طریقه آکاستیاں جبران بکنی و ای طریقه معاشما تونه یک بلوچستان اج بکنی که سکی یک بلوچستان بھی نہ تھا نا پا بلوچ واسطہ باتا کسی کے سوئدی سوئد تو کا زندگی کرتے واگی بیتی کہ وشما ہاں ادا وساک سار دیں زمستانے ادا واشنے ہوا بل بلوچستان ساک واشیں دریا واشیں کول مردمانی کا موج پیدا کے ما تونا ودا ہزاروں یا کار بکنا واشی ہوائیں واشی حساب کتابیں مار رواں حمود زندگی کنا پرچی واسطہ سوئدا مانتا گا ای زمانی محقق بیتے ہیں کہ معاشما باید فلیکسیبل ببیں معاشما را باید چوموے کہ ہاں فقط بلوچ میں بھی نا بلوچ ہم بھی بیتے ہیں دگی ہم بھی بیتے ہیں دنیا سجی مردم بھی آیا اودا بخاطر چی بخاطر کہ مسئلہ جیوپولیٹک بلوچستان موقعیت جغرافیایی یا بکری موقعیت جغرافیایی اشیا کئی انجام داتے مان تو سعید واجہ رحیم بندوی واجہ ناصر کہ ما شما بلوٹی بوشی کہ ہاں بلوچستان یا سکی وش جاگائیں کہ شما درسته دنیا مردم حتی ایرانی که مشمه باند روچ مشمه نزدیکتری همسایگا هم بیان تو بلوچستان تو کا کار بکنه در کنار مردان و بلوچ زنان و مردان بلوچ شانه به شانه کار بکنند برای آبادانی یک بلوچستان یک بلوچستان را بکنه مثل سوئد. مهربانی تی منت و زندگی بفرما شما. من چه میکروفون پچ کنم؟ بفرمایید. مجددا سلام عرض کنم سنگتان دیوانگان. گپی که واجه بندوی پچ کو اتفاقا مهمی گپی هست. حق مهم ما
چه گذشته نزدیک و تا اگر شهر مطالعه یعنی پچ مکنه مزانی چیه بیده نیمه تصمیم درستی پدر من گفت نکنه لطفا در ادامه گفتمان واجه بندگی در رابطه با موقعیت ژئوپلیتیک و ژئوپلیتیک بلوچستان در رابطه با سیاست‌های انگلیس کم رو اشاره بکنم. وقتی انگلیس البته تنها بلوچستان تو کنه که در رابطه با بلوچستان تصمیم بگیری، بلکه از استرالیا تا آفریقا و مخصوصا هند تو کنه. وقتی هند قرار داری بکنن برای فشار باز هزینه سخت بالا هند انگلستان رو چوران در بیاد هند رو هند چه دستا بداتن با لورتی هند پدا اکس کن که الان مثلا مسلمان مثلا قائد اعظم توری هندوستان تو که قبل از که بروتن شانتونت موضع درستی بگیرن وقتی وقتی ودان هندیان در واقع انگلیس بایکوت کنه شام وقت آمادگی اعلام کوشش که ما برای شما همکاری کنیم که کم آموزش دی مثلا در با کارهای اداری آموزش دانشگاهی و تحصیلات آمادهش کرد و موقعی که انگلستان رو چند خارجی بی در این دور نلود که چند از اندا و دیگه از دست بده در واقع پاکستان تشکیل داد برای حفاظت از هندوستان که کشورهای دیگه نظیر آلمان و روسیه ما بکنم هند دو وقتی پاکستان تشکیل داد بلوچستان ولی گپ بشین که پرچه بلوچستانی پاکستان تو که ورک با وجودش که ابتدای استقلال داد. یعنی مهمترین قسمت وقتی من شما با تاریخ و تیر نقل بکنه همشه ما بلوچ آماده نیستیم نقش بازی بکنیم. برحال ما نتونیم نادیده بگیره نقش استعمار و مسئولیت استعمار انگلیس قدرت یا انگام هستیم انگایی به زنگا پیش نایب به زنگا یا انگلیس رو با بچه‌ها در این حال نلور توی پایگاه مخشن هنده از دست بده خب پاکستان تشکیل داد. ولی می نقشی دان چیه می موضع دان چیه ما چه موضعیه که انگلیس ها نتوند میسر را حساب بکنیم که ما بتونیم با استعمار و انگلیس ها همکاری یعنی در واقع بودیم منافع تامین کنیم ولی کی در مقابل کی انگلیس سلامت به اجازه دینی. البته من گپ کاملو مستریم باستر باید دیدم با ایشی باره بکنم ما پده باید رنده گپ بکنیم باید زیر دینه باید ماشا دعوت کنیم حتما باید ماشا مهمان بیدیم حتما گپ کنیم انو میں وقت محدوده متاسفانه و من حتما یه شما سوالا هم ادا یادداشت کنم شما وقت هم جلسه بعد ماشان گشتر پچ کنیم. من همین گپ رو میکنم که در واقع ما را گشتر وقت احتیاج هستیم که یه باره از تاریخ ها مبسم موقعی که انگلیس شد چدا ما پدا پچی بکنیم یعنی اصلا وسیعتر گشتر کار بکنیم پچی بکنیم که ما بتونیم چه یه مرحله مبسم درس بگیریم سک مهمه چون دقیقا همه مرحله پدا میواسط پیش آگیریم تقسیم مجدد منطقه دقیقا بعد پیش آگیریم میواسط و اگه ما متونه چه مرحله درس بگیریم ادامه ما نتونه نقشه بازی بکنیم دقیقا یه مقطع یه باره تاریخی ها باید گشته سری کار بکنیم گشته پچ بکنیم که بتونه آمادگی میدیم برای سلامت بله مهربانی من ان شاء الله جلسات آینده ما فکر کنم یکی دو حتما یه بار گشتر وقت بدیم دقیقاً ملک زیندینی بفرمایید شما سلامت باشه من لوچتم که دیوان پدا انچو دندار بیبی ادامه بیبی که ما شما دیم طرف پدا دیوانی بگیریم این موضوع باره من باز وقت نگیرم من سعی کنم که دیگه گپی نی همین گپا که ما جلساته و سنگتانی که به حساب سه قشر بیتگم آی یک مولا بیتا انقلابا که نقشه بیتا من مولان من منظوره تو دومی که سردار بیتگم تو قشر روشن فکر بیتا شی من شو که مروچی ها گشترین گپام بیتن تو تقریبا یعنی 50-70% که سنگتانی که بیتگن تو قشر روشن فکر و یا اگر مثلا خان و قوانینی که نتوان تگه که چپالوی حکومت وتی حقی که بیتگه یا باری بیتگه که بگرانتی بله پدرند تاریخش که یک چی هات که به حساب این شاه شد تو یا هنچو که پیسرگن باشه یه دیکتاتوری شد شامبلوچه که پدا هم بلوچه یه نقشی بیتیم بلوچه یک سومندی برسیدیم بله پدا هم بلوچه وتی سومندی نرسید به خاطر که سه هم قشتن و ایشی که روشن فکر هم آت کن تو یه مدتی مبارزه کن تو جدجوده کن نرستن تا مولا هم سردارم
دیم دیوانشی من یلاگان گاب ببیت ساک شهری و پدا که پرچه شیوه زانک بیتی که سازماندهی نبتایی چطور ما شما پدا سازماندهی بکنی همی برای بلوچنگا زندگی نه بلوچنگا هستی و لوتی تیم پدا وتی مولکی بیتی تی وتی ماستر بی اگم صاحب یعنی اگم کشوری نلوتی بله وتی اگه حکمیت بگیری من گپ میشد که دومی ما شما را که سنگتانی که دیوان هستن باید ما را تایر و وپار ببیتین که وتی کارا دیما برگای منظور تایر هم صبرون که پگام برین که پا 14 سال نبید بلوچستان یا هر کجا. ملک جان نتورتی سلامت به وجه رضا شما بفرمای آخرین نفری تو رنده دیگه ما شما تی دیوان این شپگین واسطا بنده. سلام درود بکین سنگتان که بر زورته جلسه و بازباشین جلسه امیدم که دیمین جلسه بیشتر سنگت بر بزورند. منی هر بر شگرد که اولین چیزی که باز مهمه تی چیزان سواد هست که باید نسل جوان باید با سواد بین. زمانی که انقلاب 57 متاسفانه مشمار بازین با سوادی که بلوچستان نه هست که ایشی باید یک مشکلی بزرگه نه با سوادی هست نه اتحادی با صورت هست بین بلوچان. چون طبق تحقیقاتی که من کرده بین سال مثلا 57 تا 58 تقریبا تمام احزاب و تمام مثلا یه چیزان چپ و راست و مجاهدشان آزادتن تونتش مثلا به صورت آزادانه فعالیت بکنن به صورت مثلا وحشی سر کار بکنن ولی متاسفانه یه اتحادش نداشت که آخر سرم نتونتش کاری بکنن. بس این که تاریخ بلوچستان مشما باید این تاریخ بوان این تاریخ بازین جان مشما بلوچان مشما اکادیمیا اشتباهاتش کرده که مشما باید اشتباهات آنه یه سپری مکنن وقت هم مشما رو باز نیستن یه منی خبر فقط همچی گفت که تنها چیزی که مشما رو الان باز مهمه اولین چیز سوادن تو مشما تاریخ وانگه دومی چیز اتحاد بین تمام طوایف بلوچستان تمام هر بلوچی که هر جایی که بلوچی خبره کن باید یه اتحاد داشته بیتی که اول مشما وقتی حکومت پیم کنه رندا مشکلان سیاسی بینوبت رندا مشما حل بکنه. دقیقاً شما رضا نتوار سلامت به البته مهربانی سلامت به البته پیسر تشک که ما شما دیوانا ببنده من باز وشحال بودتون که واجه عزیز دادیار مشمه فعال سیاسی و گشتر چه فعال سیاسی یا مزنی شاعری بلوچانی باز خدمت کتا چه زبانا چه شعر و شاعری و حتما واجه عزیزی شعر و شاعری و شان شما هش کتا گن تو دیتا گن و این شپی مشمه دیوانا هم بری زورته من باز وشحال بودتون منتوار امیدن که یک روچی ما شما بتونی و بلوچی پجار و شعر و شاعری هم و عزیزا هم بلوچن که میں دیوانی مهمان ببیته باز منتوار شما وجه من که درستی سنگتا تشکر کنم منتوار که شما این شپی یه دیوانا بحر زورته و تا دیم دیوانا گوڑا ما شما پدا یک جا بینو گوهم دیگه پدای موضوعی که هستین تا هنوگا که دیما شده موضوع بعدی که مشخص کنک بود که رنچ انقلابا چی کنک بود و چه اتفاقاتی که هنوگا چی بود سیدی من فکر کنم برای موقعی که در مسائل دوران انقلاب گفت جنگ من تو این شکلگیری تشکلات و به هم رچگانشان که با یه مقدار احتمالاً گشتر مورد توجه بیتیم بچه که چمشان که گذری به گذشته که برگشت به دوران نظام انگلیس و پس دوران پهلوی و شاه یه مقدار بقول انگلیسان بورینگ احتمالاً تو بازی گوشتار کن ولی منم به نوبه وقت ممنون تا اینجا جایی که برحال با تمام مشکلاتی که هست فعلا شما زنه تو کارم رو بگه و یا این دیوانان هم و در هر صورت گوڑا با امید دیدار چیه بعدی و من منتقارم که برای شما با مداره نشتم منی
به قول بلوچی رستگان گوشت داشت. سلامت به واجه این باز مهربانی شما منتوار. واجه شهریار شما بگوشی اوکی سعی گشتر نه من چون باید دیوانه ببندم باید اوکی سعی جان باز منتوارتی که صبر و حوصله. خب عرضم به حضورت من یک پیشنهادی است سعی جان، ایشین که اگر شما دیمه پیشنهاد شهریار جان تو سعید شان به شکل خصوصی پیشنهاد گپ کنیم بزنه مردم نه ایواشی پیشنهاد رویش کنم تو واشه. سعید جان عرضم به حضورت اگر دیمه برنامه خوب تا تقسیم بندی بکنه که مثلا یک قسمتی ما در مورد ای گپ جنین دی قسمتی ایساک واشی، چون که مثلا اگر یک قسمتی ببینید یا کسی که گپ بجنته ما مثلا 2-3 دقیقه وقت بگیریم این کامل میں واسه چون آدابا مرا آمادگی بیته آها یک قسمتی یا کسی که گپ جنته به عنوان مثلا واجه ناصری یا واجه رحیم بندوی و یا کسی دیگری که گپ جانتے یا قسمت مثلا یا قسمت در مورد گذشته بیویتی یا در مورد حال بیویتی آها نو مچی برنامه انجام بده که چطور کا بکنه که مثلا په بلوچستان واسطه واشتر بیویتی گذشته خوب درسته ما گوشه گذشته من مخالف نه که گذشته در مورد یاد بگیری ولی ما غرق شدن در گذشته واشه چیزی نه یعنی نگاه اجمالی سک واشه. اوکی منتوارتی برادر سلامت به وجه مهربانی منتوار شما پاکانی شب واش بیویتی مهربانی شما شاید درستانی شب واش